بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. الله رو شاکریم از اینکه بار دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل همراه شما خوبان و عزیزان و مهربانان باشیم، به همراه رفیع جان عزیز، کارگردان عبدالله و فرید عزیز که همیشه زحمت اجرای برنامه‌های زنده علل خصوص به عهده این عزیزان است، به همراه محمد و احمد عزیز. در امتداد موضوع برنامه‌های گذشته، دو برنامه گذشته که درباره شخصیت یک زن مسلمان با شما عزیزان صحبت کردیم و به مواردی اشاره شد در باب صفاتی که باید یک زن مسلمان اونها رو داشته باشه و خودش رو مزین بکنه با اتصاف به اون ویژگی ها و صفات. در این برنامه هم انشاءالله موضوعات دیگری رو در این باب به همراه کارشناس محترم برنامه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز مطرح خواهیم کرد. جناب دکتر عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما از طرف خودم و به نمایندگی از بینندگان هست. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و خدمت تک تک نوجوانهای اتاق فرمان و دوستان و بزرگواران در شبکه جهانی وصال حق و همچنین عرض ادب و سلام خاص و ویژه دارم خدمت همه بینندگان عزیزی که مرحمت فرمودند و بر ما منت نهادند و این فرصت رو دادند تا مهمانه خونه هایشون باشیم و در موضوع دیگر از موضوعهای سفره دل با هم گپشپی داشته باشیم. در خدمت شما هستم. جناب دکتر، شما نقش زن رو در جامعه مهمتر می‌بینید یا نقش مرد رو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. هر گلی بوی خودش رو داره و هر فردی در جامعه مسئولیت خاص خودش رو داره. جالب اینجاست که امروز فکر میکردم که ما در طول تاریخمون چیزی به نام زن و مرد رو اصلاً نداشتیم. ما چیزی که داشتیم یک مسئول بود، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر کسی مسئولیت ادای وظیفه خودش رو داره، هر کسی باید وظیفه شناس باشه. و جالب اینجاست که در زندگی مؤمنان، آغاز زندگی نبوی رو در مدینه منوره وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اصلا چیزی مطرح نیست که آقا این بزرگه یا کوچیکه یا زنه یا مرده، این نمیدونم مسئولیتش فلان هست، این علان هست. همه هر مسلمون یعنی دعوتگر، هر دعوتگر یعنی مسلمون، هر مسلمون یعنی مجاهد، هر مجاهد یعنی مسلمون. هر کسی به اصطلاح احساس میکنه که وظیفه کل جامعه به تفاصیلش همش وظیفه من هست. من باید اهتمام بدم به جانب اقتصادی جامعه، به جانب اصلاح روند اجتماعی جامعه، به مشکلات سیاسی جامعه. همه در این مسیر هر کسی به اصطلاح اون چی که در توان داشت رو عرضه می کرد. سیاستمدار اقتصاددان بود، اقتصاددان نمیدونم معلم بود، معلم خطیب بود. همه دوش همدیگه به اصطلاح ادای وظیفه میکردن. اما متاسفانه چون که باده هایی که از اینور و اونور به سرزمین ما وزیدن گرفت، بیماری های دیگر رو برای ما منتقل کرد. در جوامع دیگر خب زن یک موجودی بود که بیچاره بود، مظلوم، ستم دیده، بهایی نداشت، تا امروز آلای شهوت و آلای به اصطلاح استفاده ابزاری میشه ازش از طرف مرد جنایتکار، مرد قلدر، مردی که بر همه چیز چیره هست. اونجا خب این زنا به تنگ اومدن، داد کشیدن، سر و صدا کردن که آقا ما هم وجود داریم، ما رو هم جز آدما حساب کنید. این بوش اومد به سرزمین ما. اون سر و صداهایی که اونجا بود، بعضیا فکر کردن که هر دردی که در هر خونه‌ای باشه باید تو خونه دیگه هم
آوازش به اصطلاح بلند بشه و اون درد آخ و اوخش رو ما هم بکشیم. اینجا بود که این مسائل به اصطلاح حقوق زن و نمیدونم آزادی زن و این مسائل مطرح شد. البته جالب اینجاست که همین مسائل رو هم وقتی میگیم که حقوق زن یا آزادی زن و فلان، این رو هم علمبردارش مرد بود، حتی تو جامعه های غربی و همچنین تو جامعه های به اصطلاح ما که به اصطلاح برخی آوردن همون بیماری های دیگران رو اینجا نشخوار کردن. یعنی مرد میاد میگه که آقا حق زن رو بدید. خب حق زن رو کی پایمال کرده؟ اگه تو پایمال کردی توی مرد، پس خب بده، چرا سر و صدا رو انداختی؟ نمیدونم به زن آزادی بدید. خب آزادی زن رو کی پایمال کرده؟ اگه توی مرد هستی خب آزادیشو بده، چرا سر صدا بر انداختی، سر مردم رو به درد آوردی؟ پس قضیه اینجا نیست. قضیه اینه که همین مرد میخواد با این صورت زن رو باز تسخیرش کنه، باز گولش بزنه به اسم آزادی، به اسم نمیدونم حقوق زن و مسائل اینچنینی، در حالی که زن هست و نقشش در روند اصلاح جامعه، در روند ایمانی جامعه بسیار شاخص هست. وقتی ما میبینیم هر انسان عظیم بزرگی که در تاریخ ساز بوده، پشت سرش یک پشتوانه بزرگ زنی بوده، دامن یک زنی اون رو پرورونده و اون رو به جامعه تقدیم کرده. اگر امام شافعی هست به خاطر مادرش، اگر امام احمد هست به خاطر مادرش. و حتی در دعوت اسلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو وقتی میبینیم، خدیجه کبرا رو میبینیم که نصف ایمان هست، نصف از دعوت توحید و سختی این راه رو خدیجه برداشت میکرد. پیامبری که از به اصطلاح کوه حرا میاد و از غار حرا میاد و زنبلونی میگه، وحشت زده است از اون حادثه به اصطلاح مشاهده کردن جبریل. این مادر مؤمنان هست که اون رو به آغوش میگیره و میگه کلا والله لن یخزیک الله ابدا، امکان نداره که خداوند تو رو ضایع کنه، تو رو رهات کنه. تویی که صله رحم به دعا میاری، تویی که به جامعه میرسی، تویی که دستگیر انسانهایی هستی که بیکارن، تویی که نمیدونم مسائل اجتماعی رو براش مطرح میکنه که این مسائل رو تو داری حل میکنی. امکان نداره که تو برای بشریت دلسوزتر باشی از خدایت، پس خداوند تو رو هرگز ضایع نمیکنه. در همین مسیر سمیه ام عمار رو میبینیم که به جایی به اون رتبه‌ای میرسه که پیامبر در همین دنیا بهشون مژده بهشت میده، صبران آل یاسر ان موعدکم الجنه. در همین مسیر فاطمه بنت خطاب رو میبینیم. این عمر ابن خطابی که دست چپ پیامبر هست، این عمر ابن خطابی که بیشتر جهان اسلام رو ایشون فتح کرد، این عمر ابن خطابی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایشون رو یک ترازوی بین حق و باطل قرار داد. هر جا خواستی حق رو ببین که با عمر بر حقه، هر کی بر علیه عمر بود باطله. این عمر خطابی که اگر از راهی رفت شیطان از راه دیگه میره، یعنی تا روز قیامت هر کسی که بر مسیر عمر میره بر حقه، هر کسی که در مسیر مخالف عمر میره شیطانه. این عمر دست پرورده کی هست؟ این هست یکی از نیکی های خواهرش فاطمه بنت خطاب که سبب به اصطلاح اسلام ایشون شد. یا ام سلیم بنت ملحان رو داریم که میاد میگه که ابو طلحه که یک مرد به اصطلاح جوان مرد وقتی میاد به خواستگاریش میگه مهر من به اصطلاح اسلام هست، اگر اسلام آوردی من باهات ازدواج میکنم، این مهریه من، نه آوردی من حاضر نیستم که به اصطلاح شخصیت ایمانی خودم رو پایمال کنم برای تو. این ام عماره ای که مثلا در جنگ یمامه دستش رو از دست میده، به اصطلاح بچه‌ش شهید میشه، وقتی حضرت ابوبکر بهش تسلیت میگه که نه ان ذلک فی رضا الله یسیر، این در راه به اصطلاح رسیدن به رضایت خداوند این هیچ چیزی نیست. در کنار همون صحابه ای که ابو هریره عالم و دانشمند، عبدالله ابن مسعود عالم و دانشمند رو داریم، عایشه بانوی دانشمند اسلام رو داریم، ام سلمه رو داریم. همه اینا یعنی جامعه دوش هم داره حرکت میکنه، شانه به شانه هم گرفته. به اصطلاح زن ادای وظیفه خودش رو میکنه، مرد ادای وظیفه خودش رو میکنه، هر کسی در جای خودش، هر سنگی در جای خودش سنگینی خودش رو داره. جناب دکتر اجازه بدید در همین موضوع مثالهایی که شما
مطرح فرمودید همین بحث رو ادامه بدیم. مسائلی که مطرح فرمودید، نمونه هایی که ذکر کردید در مجال دعوت، در مجال گسترش دین، نقش یک زن مسلمان، یک شخصیت مثبت برای یک زن مسلمان در مجال دعوت چگونه میتونه باشه و یا اصلا نیازی هست به نقش زن یا وجود زن در میادین دعوت، در اونجایی که نیاز به حال دعوت دینی هست، تبلیغ دینی هست و دعوت دیگران به التزام به دین و اون چیزی که ما امروزه بهش میگذاریم اصطلاح بهش میگیم دعوت به سمت دین. بله، متاسفانه امروزه یه برداشت اشتباهی در جامعه به اصطلاح کاشته شده. اینی که حالا این به خاطر به اصطلاح یک افت فرهنگی که در بعضی از مراحل زندگی ما مسلمان ها بوده، شاید این به وجود اومده که مرد شده به اصطلاح سردمدار دعوت اسلامی، مرد شده همه کاره دعوت و زن بنا به دلایلی حالا عقب رفته، که این در حقیقت یک اشتباه بزرگی هست و باید اصلاح بشه. وقتی که خداوند متعال ما مؤمنان رو معرفی کرد و فرمود که شما بهترین امتیان هستید که برای بشریت انتخاب شدید، ویژگی ما رو در امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرد. وقتی خداوند متعال سوره والعصر رو آورد، فرمود که والعصر ان الانسان، انسان در خسارت هست، نه فرمودند که تنها مردها یا زنها. و استثنائش رو که هم آورد، استثنائش مخاص زنها نبود، خاص انسانیت بود. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، مگر اونهایی که ایمان آوردند و کار شایسته انجام میدن و به اصطلاح به حق وصیت میکنند، سفارش میکنند، دعوت میکنند، اصلاح میکنند و صبر و بردباری در این راه دارند. پس این خطاب انسان هست و زن انسان هست همونطوری که مرد انسان هست. اما نقشی که زن در مسیر دعوت داره شاید در بعضی مراحل خیلی باید هویداتر و اصیلتر باشه از نقش یک مرد. مثلا زن در محیط خانه، حالا چه مادر باشه، چه خواهر باشه، چه همسر باشه، چه دختر خانه باشه، این زن یک محدوده بزرگی از خانواده رو تحت شعاع قرار میده. همه بچه های خانواده بزرگ، بچه دایی ها، بچه ها، نمیدونم خیشان، همه اینایی که دور برای این خانه و خانواده هستن، یک دایره بزرگی رو تشکیل میدن که زن بیشتر با اینها به اصطلاح نشست و برخاست داره، بیشتر وقت بچه ها با مادرها و با زنها سپری میشه و زنها بیشترین فضا رو محیط رو دارن برای به اصطلاح ساختن اینهایی که به اصطلاح آجرهای ساختمان آینده بشریت هستند. اینها اگر درست ساخته بشند آینده بشریت تأمین شده. اینجاست که به اصطلاح نقش زن خیلی مهمتر هست. همچنین زنها در محیطی که به اصطلاح دعوت خانم هاست آزادترند، وضع و روحی روانی خانم ها برایشون فهمش برایشون خیلی آسونتر هست، با هم نشست و برخاستشون بیشتر هست. برای همین در محیطی که در فضایی که خانم ها هستن، دعوت زن به زنها همیشه موفق تر هست، همیشه نتایجش بهتر هست. همچنین یه زن تنها که دعوتش به اصطلاح دعوتی نیست که به اصطلاح با گفتارش یا با نویسندگیش یا با یک تریبونی بتونه اون حق رو به جامعه برسونه و یک مسئله رو با جامعه مطرح کنه. وجود خودش، سیمای وجودی یک زن پایبند به دین، یک زن با شخصیت اسلامی که قبلا ذکرش رفت، وجودش یه دعوت هست. وقتی زنها هم دیگر رو میبینن، وقتی که کاری یک دیگر رو میبینن، این براشون هضم کردنش، الگو برداری کردنش، فتوکپی برداری کردن از یک زن دیگه خیلی براشون راحت تر هست، آسون تر هست و به اصطلاح بیشتر تأثیر میذاره تا یه مرد. و همچنین زن در محیطی که هست، خب در محیط زنها یه چیزایی هست که از نظر اهمیت مهمتر هست که به اونها رسیدگی میشه، یه چیزایی هست که اهمیتش کمتر هست.
این رو خود زنها چون که در جو زنانگی هستن این رو بهتر میدونن که چه چیزی رو بیشتر اهمیت بدن، چه چیزی در این مرحله نیاز به حلاجی بیشتر داره، باعث روش بحث بشه، روش به اصطلاح تاکید بیشتر بشه و چه مواردی هست که به اصطلاح اینا حل شده هست، دیگه نیازی نیست که مثلا ما روش بحث کنیم. قضایای اشکالاتی که در بین خود خانم ها به وجود میاد، قضایای اشکالات عقیدتی، اشکالات سلوکی رفتاری، اشکالاتی در نحوه به اصطلاح ادای عبادت هست، خب زنها هم دیگر رو بهتر میبینن، بیشتر میبینن، بیشتر میتونن دقت کنن و اینها رو واسه همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به اصطلاح به ما فرمودن من رأى منکم منکرن فلیغیره بیده، کسی که دید از شما یک منکری رو، این دیدن و ملاحظه کردن در فضای خانم ها، خب خانم ها بهتر میتونن این رو ملاحظه کنن، بهتر میتونن این رو به اصطلاح درک کنن و ببینن و در به اصطلاح در اصلاحش موفق تر باشن. همچنین مواردی که به اصطلاح نیاز هست شما با یه فرد بشینید و این رو ببینید که مشکلش چی هست، به چه چیزی نیاز داره. این نشستن با یک فرد در تنهایی و راز دلش رو کشف کردن این کار یه مرد نیست. برعکس وقتی که مرد با یک زنی به تنهایی میشینه، سومیشون شیطان هست و به سوی انحراف میرن، دروازه انحراف باز میشه به جای دروازه اصلاح، در حالی که یک زن میتونه در دعوت فردی با یک خانم دیگه بشینه و موفق تر بشه در این به اصطلاح زمینه. همچنین امروز ما با پدیده‌های جدیدی به اصطلاح از تکنولوژی که هست این روابط بین خانم ها رو بسیار بسیار بیشتر کرده. موبایل ها و نمیدونم برنامه‌های اینترنتی و فیسبوک ها و واتساپ ها و وایبر ها و نمیدونم هزار یک تایی از اینا روابط زن ها رو زیاد کرده. گروه های خانم ها تشکیل شده، بانوان با هم دیگه در رفت و در به اصطلاح گفتمان هستند، هر موبایلی رو میبینی مثلا گروه خانوادگی داره، نمیدونم خواهرهای یک خانواده، بانوان یک فامیل، نمیدونم هم کلاسی ها، همه اینا یک گروهک هایی رو برای خودشون یک تجمعاتی رو تشکیل دادن. این تجمعات این فضا رو بیشتر به وجود آورده که زنها بتونند از این فرصت بهترین استفاده رو کنند در راه رشد و تعالی همدیگه و در راه ساختار همدیگه. همچنین در جامعه خب در کنار این فوایدی که این به اصطلاح تکنولوژی نوین داره، خب یک نوع اضرار و ضررهایی هم، جوانب منفی رو هم میتونه در بر داشته باشه که این کسایی که بسیار گردانندگان این سیستم هستن در واقع این رو برای اهدافی بسیار دارن مدیریت میکنن و یکی از اهدافشون همین هجوم فرهنگی گسترده هست. این هجوم فرهنگی کشوندن خانواده ها و زنها و آینده جوامع به سوی یک زندگی مادیگرایی، به سوی یک فساد و فحشا، به سوی ذوب کردن شخصیت جوامع ما مسلمون ها. همه اینها خب زن با اونها احتکاک داره، با اونها برخورد داره، اونها رو احساس میکنه. یک زن در راه اصلاح این موارد، در راه سد راه بودن در مقابل هجوم فرهنگی در بین خانم ها بیشتر میتونه موفق باشه تا یک مرد. این مواردی هست که لازمه هست که در محیط جامعه زنها در مسیر دعوت دوش مردها حرکت کنن، بلکه در به اصطلاح جوانی بگه در قسمت زنها که نیمی از مجتمع و جامعه هستند، در قسمت کودکان وظیفه زن بسیار سنگین‌تر هست از مرد. جناب دکتر حالا اجازه بدید من با توجه به تاثیر مثبتی که شما از نقش زن در دعوت مطرح کردید از طرف خواهران این سوال بپرسم به عنوان یک بیننده به هر حال، نه به عنوان یکی از اعضای وصال حق. با توجه به تأکیدی که شما دارید روی این مسئله، چرا خودتون در وصال حق مثلا هیچ استفاده نمی‌کنید از وجود خانم ها در دعوت؟ اینی که در وصال حق چرا از وجود خانم ها استفاده نمیشه، این جواب رو باید مدیریت بده.
اما یک شما به هر حال میتونید صحبت بکنید، مطرح بکنید دیگه. من الان فعلا در نظر نگیرید، من یک بینندم فعلا. بله، ما متاسفانه در فضای رسانه‌ای و فضای دعوت رسانه‌ای در حداقل در فارسی زبانان با کمبود کوادر دعوی مواجه هستیم. ما در حقیقت یک دعوتی رو آغاز کردیم و بدون اجازه نظام‌های دیکتاتوری حاکم بر منطقه‌مون داریم تو خونه‌های خودمون وارد میشیم، از خونه‌هامون، از زندگیمون، از کشورامون رانده شدیم و تونستیم خداوند این فضا رو برای ما مهیا کرد تا بدون اجازه این دیکتاتورها وارد خونه‌های خودمون و بشیم و با خانواده‌های خودمون و با ملت خودمون به اصطلاح سلام و دعا داشته باشیم. من امید دارم که در آینده نزدیک این در حال منطقه دستخوش تغییر و تحولات جذری بشه و ما رسانه‌های خاصی داشته باشیم که خانم‌ها اینها رو اداره می‌کنن. در خیلی از کشورها این موفقیت‌ها برای به اصطلاح جوامع ایجاد شده. خیلی از به اصطلاح مثلا ما در چین که یک کشور کمونیستی هست، فعالیت دعوتی که خانم‌ها ادارش میکنن واقعا حائز به اصطلاح اهمیت و تبریک‌گویی هست. ما در چین اصلا مراکز اسلامی داریم که اینها رو خود خانم‌ها ایجاد کردند، خود خانم‌ها مدیریت میکنن و خاص خانم‌هاست. خب ما امید داریم که در آینده بتونیم ما هم موفقیت‌های این چنینی رو در سرزمین فارس داشته باشیم و خواهرانی رو داشته باشیم تا در مسیر دعوت تلاش‌هایی رو کنن که البته این رو هم عرض کنم که ما الحمدلله در مسیر دعوت اسلامی بانوان بسیار خوبی رو داریم که حداقل گمنام هستند و برخی از سایت‌های اینترنتی رو مدیریت می‌کنند، سایت‌های بسیار موفقی که جا داره که به اصطلاح از این خواهران هم تشکر و قدردانی بشه و ان شاء الله این مشکلات با مرور زمان حل خواهد شد. پس می‌فرمایید که یکی از دلایل اصلی که در رساله ها خواهران فعلا دیده نمیشن در مجال دعوت، حداقل جلوی دوربین پشت صحنه که هستن، این مسائل امنیتی هست و مشکلاتی که برمیگرده با متاسفانه این مسائل هست و حتی در بین برادران ما با کمبود به اصطلاح مشارکت ها، اون هم به خاطر به اصطلاح مسائل امنیتی که علما و اندیشمندانمون در کشورهایمون دارن، کمبود به اصطلاح کوادر مواجه هستیم. همینی که میبینیم مثلا در سفره دل که اگر قرار بود ما آرزو داشتیم که در هر سفره‌ای چند کارشناس از داخل کشور، از تاجیکستان، از افغانستان، از ایران و از مناطق مختلف داشته باشیم و دوستانی هستند و میتونند بهترین خدمت رو به ملتشون بکنند، اما متاسفانه تیغ اهریمن بالای گردن هاست و باید یک چند صباحی رو ما صبر کنیم تا عصای موسی بیاد و فرعون و فرعونیان رو در هم ببلعه و ملت ها آزاد بشن. آمین. جناب دکتر، از این مباحث هم که حالا بگذاریم، به هر حال از نقد خودمون، از فواید دعوت بگید برای یک زن مسلمان. مثلا وقتی که یک خواهری خودش در مجال دعوت وارد میشه و شروع میکنه به دعوت دیگران، چه ثمراتی برای خودش به بار میاد و چه فوایدی براش در بر خواهد داشت؟ بله، همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض شد، خداوند متعال وظیفه دعوت رو یه وظیفه قرار داده برای هم زنها هم مردها. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنان دوشا دوش هم هستند، اولیای همدیگه هستند، به خوبی ها امر میکنند و تشویق میکنند و دیگران رو از بدی ها باز میدارن. من دارم یک کار خیر میکنم، من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. هر کسی که کار نیکویی انجام داشت، حالا چه مرد باشه یا چه زن باشه،
احساس سعادت خواهد کرد، در دنیا سعادت احساس میکنه. یعنی اینی که مسیر دعوت در مسیر اصلاح جامعه پا گذاشتن نه تنها اینی که اجر و پاداش اخروی داره، در خود همین دنیا اجر و پاداشش رو انسان میگیره. در همین دنیا یکی از مهمترین نکاتی که خداوند متعال در این آیه ذکر کرد، فلنحینه حیاتا طیبه، این شخص زندگی سعادتمندانه و خوشبختانه ای رو به اصطلاح طی خواهد کرد. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون، و در قیامت به مراتب بهتر از اون سعی و تلاشی که در دنیا داشتن اجر و پاداششون رو خواهند گرفت. در کنار این اجر و پاداش و زندگی سعادتمندانه، این زن رشد میکنه در مسیر دعوت. یک زن رشد میکنه و ساخته میشه. از جانب علمی و به اصطلاح فهم و درایت رشد خواهد کرد. وقتی که من کسی رو به اصطلاح هر چیزی رو شما به دیگران بدید کم میشه مگر علم و دانش رو وقتی به دیگران میدی، وعظ و نصیحت رو وقتی به دیگران به اصطلاح تقدیم میکنی، در انسان همین علم و دانش بارورتر میشه، انسان عاقلتر میشه، انسان فهمیده تر میشه و این تقوا در انسان رشد میکنه و باعث میشه که به اصطلاح مسائلی رو که نیاز روز هست، نیاز جامعه هست، نیاز افراد هست، اینا رو بیشتر درک کنه. با مرور زمان خب این زنی که به اصطلاح با هیچ شروع کرد، با کم کم دعوت کردن و اصلاح این و اون شروع کرد، این با مرور زمان چون نیاز پیدا میکنه مطالعه میکنه، خودش رو میسازه و با مرور زمان میشه یک عالم و یک دانشمند و یک دعوتگر موفق که به اصطلاح با علم و درایت در مسیر دعوت هست. ما نمونه‌های زیادی رو در جوامع خودمون داریم میبینیم، افرادی که شروع کردن در مسیر دعوت، همت گذاشتن، کم از خودشون مایه گذاشتن و بعد از مدتی شدن یک نیرو و یک قدرت خوب. در عین حالی که این مورد هست، از تأثیر تربیتی این رو ما هم میبینیم. تأثیر تربیتی که به اصطلاح دعوت زن میتونه به اصطلاح بر خود زن داشته باشه. یک موردش اینه که این وهمی که در سرهاست که زنها به اصطلاح نمیتونن کاری بکنند، زنها مفید نیستن برای مسیر دعوت و اصلاح جامعه، این وهم و گمان از به اصطلاح ذهنها پاک میشه و مردم میبینن که نه، زن هم میتونه شونه به شونه مرد حرکت کنه. و نه تنها اینی که زن یک نوع قدرت نفس و یک نوع رقابتی رو میتونه در مسیر دعوت داشته باشه، در مسیری که به جایی که مردها وجود ندارند اون زن باشه که اونجا به اصطلاح تاثیر تربیتی خودش رو بر جامعه میذاره و این باعث میشه که بسیاری از عادتها، زشتیها، بدیها که در من نوعی هست با دعوت اینها اصلاح بشه. زنی که دیگران رو دعوت میکنه، زنی که دیگران رو از بدیها باز میداره، میگه که خانم ها غیبت نکنید، بدی نکنید، نمیدونم بچه هاتون رو خوب تربیت کنید، حرف بد نزنید، جلوی بچه ها این کار رو نکنید. این چون که خودش بی دیگران داره تلقین میکنه، همین حرف وقتی که من یه چیزی رو میگم خودم دارم با 2 تا گوش همین حرف خودم رو میشنوم، با یک زبان دارم تکرارش میکنم، با یک احساس دارم این حرف خودم رو تایید میکنم. این باعث میشه که این انعکاس پیدا کنه در خود من. همونطوری که من سعی میکنم دیگران رو بسازم، انعکاس همین تلاش من خود من رو هم خواهد ساخت. این یک جانبی به اصطلاح تربیتی هست که روی زن به اصطلاح و روی شخصیت زن مؤثر هست. نقطه بعدیش اینه که ساختار شخصیت زن تکامل پیدا میکنه. این زنی که داره دیگران رو دعوت میکنه احساس میکنه که من وجود دارم، من این توان رو دارم که مؤثر باشم، به خصوص وقتی که به اصطلاح نتیجه کارش رو میبینه. وقتی احساس میکنه نتیجه کار رو که به اصطلاح
زن منحرفی رو دعوت میکرد اصلاح شد، زن بدحجایی رو دعوت میکرد به اصطلاح حجابش درست شد، زنی رو که نحوه شیبه درست عبادت یا تربیت فرزندانش رو نمیدونست، نحوه مدیریت خانوادهش رو نمیدونست، نحوه برخورد با همسرش با خیشانش رو درست نمیدونست، این رو بهش یاد داد و الان میبینه که یک خانه ای داره آباد میشه، یک فضایی داره به اصطلاح میخنده، یک به اصطلاح خانواده غمگین الان دارن احساس خوشحالی میکنن و صدای خنده اونا رو میشنوه، یک قدرت نفسی در خودش به اصطلاح احساس میکنه و احساس میکنه که من از مردها کمتر نیستم و نتیجه کار من از نتیجه کار به اصطلاح هیچ دعوتگری کمتر نیست و این یک احساس به اصطلاح به وجود میکنه، احساس میکنه که من به اصطلاح دینم به من بها داده، به من ارزش داده و من دارم از این ارزش به نحو احسن استفاده میکنم. اینجاست که دیگه یک شعور و احساس تکامل شخصیتی در اون پیدا میشه. هویت گم شده خودش رو که احیانا در بعضیا گم میشه، این رو درک میکنه، میدونه که واسه چی زنده است، چه کار باید بکنه. در این حال یک تأثیرات اجتماعی هم برای خود زن داره. وقتی که در محیط به اصطلاح جامعه داره حرکت میکنه، نوعی توازن اجتماعی برای در ساختار نسل نوین ایجاد میشه. همونطور که مرد در این مسئله فعال هست، من هم هستم. همینطور که مدرسه هست و معلمین مدرسه اگه مرد هستن دارند ادای وظیفه میکنن در ساختن پسرها، من هم در خانه دارم همین ادا رو در محیط خانواده بزرگتر، در محیط محله، من هم دارم با این کلاسی که دایر کردم، با این برنامه‌ای که برای بچه ها دایر کردم، من دارم ادای همین وظیفه میکنم. اهمیت من کمتر نیست. در دختر خانم ها باز اهمیت من به مراتب بیشتر هست. این باز چی میشه؟ یک باعث میشه که این افراد در کنار احساس وجود و شعور به تکامل یک نوع روابط اجتماعی رو مدیریت کنن. وقتی که شما در یک فضایی دارید فعالیت میکنید، یک زنی که در فضای مثلا خانواده بزرگ داره فعالیت میکنه، همه از اون خوش میشن، همه عموها عمه ها اینا که میبینن کسی هست که به بچه هاشون رسیدگی میکنه، کسی هست که به خانومه هاشون به دخترهاشون گوش زد میکنه، اونها رو به اصطلاح یک دلسوزی دارن. یه زن دعوتگر یعنی چی؟ یعنی یه مادر دلسوز، یعنی یه کسی که میخواد همه جامعه رو به آغوش بگیره و از انحراف دور کنه. با عرض پوزش خواهش میکنم. یک زن دعوتگر یعنی یک پاسدار، یعنی یک حمایت، به اصطلاح یک محافظ و یک کسی که جامعه رو از هجوم فرهنگی، از انحرافات، از اینها دور نگه می‌داره. خب این باعث میشه که دیگه همه اون جامعه قدردانی بکنن، در نتیجه این در مسیر به اصطلاح در روابط اجتماعیش بسیار موفق تر میشه، میتونه الان به خیلی راحت یک هیبت و یک جایگاه اجتماعی کسب کرده. الان میتونه به خیلی راحت کسی رو منع کنه از یک اشتباهی. ما خودمون، ما مردها وقتی بدونیم که فلان خانم در این مثلا میدان تونسته موفقیت هایی رو کسب کنه، من نوعی میخوام بچم رو، دخترم رو نصیحتش کنم، نمیخوام که من به اصطلاح آمر باشم، دستور بدم، شاید یک به اصطلاح ریاکشن منفی، یک انفعال منفی از دخترم سر بزنه، میرم پیش همین خانومه که حالا عمه هست، خاله هست، دورتر هست، هم محله‌ای هست، آشنا هست، میرم ازش میخوام که مثلا در اصلاح این مورد با من همکاری کنه، فلان خانواده مشکل دارن در اصلاحش همکاری کنه. در واقع این زن میشه که به اصطلاح یک واکسینه میکنه جامعه رو.
خودش رو هم واکسینه میکنه، در این حالی که شما به صورت جامعه رو از انحرافات دور میکنید، خود به خودتون هم واکسینه میشید. این از جانب به اصطلاح تاثیر اجتماعی که دعوت بر خود زن، فوایدی که برای خود زن عاید میشه. در عین این فواید شخصیتی، اجتماعی، تربیتی و علمی، حتی فواید اقتصادی هم برای خانواده داره، برای خود زن داره. این زنی که در محیط خانواده هست و در محیط دعوت، الان این دیگه از خیلی از بیماری هایی که در بین بانوان بیشتر به اصطلاح رواج پیدا میکنه در امان میشه. از چشم همچشمی، از خودنمایی، از پوز دادن جلوی دیگران، از مدگرایی. خب دوری از این چشم همچشمی، دوری از این مدگرایی، دوری از این تکالیف مهمونی ها، دوری از ریخت و پاش های زندگی، دوری از نمیدونم هزینه های هنگفت ازدواج و مهری و همه اینها، خب اینها عاید اقتصادی خانواده رو نرمال میکنه. خانواده مسیر درستی رو از جانب اقتصادی پیش میگیره، خیلی از مشکلات برطرف میشه. در عین حالی که باز چون که در مسیر دعوت هست، نیازهای دعوت رو احساس میکنه، نیازهای خانوادگی خودش رو احساس میکنه. الان یک نوع توازنی باز اینجا هم به وجود میاره. وقتی که فرصتی پیدا میکنه در مسیر زندگیش، یه مقدار گشایشی براش پیش میاد، این رو دیگه تو ریخت و پا شده اسراف مصرف نمیکنه. اینجا فکر میکنه که من میتونم یه ذخیره‌ای کنم برای به اصطلاح حل مشکلاتی که در مسیر دعوت هست و نیازهای مادی که در این مسیر دارم، و اینجوست که دیگه خودش میاد و فعال میشه. خودش الان دیگه نیاز نیست که به اصطلاح به خصوص در مسیر به اصطلاح در دعوت خانم ها، هزینه دعوت خانم ها بسیار کمتر هست از اینی که مردی به اصطلاح بیاد یک کار دعوتی رو مدیریت کنه. وقتی ما بخوایم یک مردی رو در کار بذاریم، باید هزینهش رو هم مد نظر بگیریم، کی به اصطلاح کمک خواهد کرد، کی در این مسیر به اصطلاح اگر می‌خوایم خونه‌ای رو کرایه کنیم، فلان کنیم، هزینه برخواهد داشت برای اداره کردن مثلا یک کلاس مثلا قرآن. اما وقتی خانم‌ها این رو مدیریت کنن، دیگه ما از همه این هزینه‌ها خیالمون راحت هست. اول اینکه خانم‌ها دست و دلبازترن در به اصطلاح کارهای اصلاح اجتماعی، و همچنین خیلی راحت یک زن میتونه یکی از اتاقهای خانه‌اش رو به اصطلاح برای فعالیت‌های اصلاح اجتماعی و تربیتی و آموزش قرآن و تعلیمات دینی تخصیص بده. اینه که هزینه دعوت یک زن به اصطلاح وقتی که در مسیر دعوت هست بسیار بسیار کمتر هست و قابل برداشت هست از خود خانم هایی که از این پروژه مثلا دعوتی استفاده میکنن. خیلی ممنونم جناب دکتر. حقیقتا در موضوعاتی که مطرح شد جای تأمل داره برای الان خصوص خواهران ما، که این مجالیه که قبل از اینکه دیگران بهره مند بشن از این مجال دعوت، خود انسان بیشتر استفاده میکنه و میتونه که واقعا هم زندگی خودش رو در دنیا و هم در آخرت زیبا بکنه برای خودش. در کنار صفات شخصیتی زیبایی که شایسته یک زن مسلمان هست، صفاتی هست که شایسته یک زن مسلمان نیست. صفاتی که بر اثر یک سری از انحرافات در جامعه ایجاد میشه. بعد از یک میان برنامه انشاءالله درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. آنچه که شایسته نیست برای یک زن مسلمان و اون انحرافاتی که متاسفانه در برخی از مناطق جامعه اسلامی ما مشاهده میشه. با شما هستیم انشاءالله بعد از میان برنامه.
بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. بزرگترین مشکلات و انحرافاتی که در جامعه ما وجود داره، انحرافاتی است که به ما تحمیل شده. یعنی در جامعه ما نداشتیم همچین چیزایی، همچین عیب‌هایی رو، همچین وصله‌های ناجوری به جامعه ما نمیچسبید. اینها رو به زور به ما تحمیل کردن. اینها فرهنگ‌های وارداتی هستند که ما مبتلا شده بودیم. جناب دکتر، درباره انحرافات صحبت بکنیم. اگر بخوایم بحث رو آغاز بکنیم، شما مهمترین و به اصطلاح خطرناکترین مواردی رو که میبینید در این باب، در این میدان، چه مواردی هست؟ بله، همونطور که شما اشاره فرمودید، ما در جامعهمون با یک هجوم فرهنگی گسترده‌ای مواجه هستیم. برخی از دوستان این رو شاید ندونند که جوامع بشری، کل جوامع بشری شرقی و غربی که راه دین رو و راه پایبندی دینی رو کنار گذاشتن، از جوامع اسلامی حسادت میبرند. بعضی از دوستان همینی که میبینند کسی رفت به خارج، نمیدونم از اونجا با تعریفات این چونونی و اومد که اونجا آقا اینطوریه و اونجا اینطوریه و اونجا فاصله اینا. البته اینا که میرن در خارج و بعد از اونجا واسه ما تعریف میکنن، پوز میدن، اینا همین رو شاید خودشون درک نمیکنن که دارند خودشون رو تحقیر میکنن. شما که میری در ژاپن و میگی آقا ژاپن اینطوریه و نمیدونم ژاپنیایی نه، شما رفتید روی سفره دیگران، کالسلیس دیگران شدی، در اون ساختار، اون آزادی، اون امنیت، اون تکنولوژی شما هیچ نقشی رو نداشتید. نقش شما در واقع در سرزمین خودت بود که این سرزمین رو به جای اینکه بسازی و ژاپنش کنی، فرار کردی، رفتی و داری به اصطلاح از کاسه دیگران میلیسی و میایی به اصطلاح پوز میدی به ملت خودت و ملت خودت رو تحقیر میکنی. ما متاسفانه این رو درک نکردیم و خیلی وقتاست که دیگه چون که دست و پامون رو گم کردیم، هر چه که اونجا هست رو منتقل میکنیم به جای خودمون. در زندگی ما مسلمون ها یک چیزی هست که تا الان با وجود همه به اصطلاح هجوم فرهنگی ما هنوز اون رو حفظش کردیم و اون خانواده هست. جایگاه محترمانه یک زن در یک خانواده. واسه اینه که به اصطلاح جوامع استقلال طلب میخوان که ما رو یک بازاری کنن برای کالای خودشون. اینه که هجوم فرهنگی بسیار بسیار گسترده‌ای رو ما در کشورهای خودمون شاهد هستیم. مثلا میبینیم در کشوری مثل افغانستان ما بیش از 100 کانال تلویزیونی داریم که همشون در فکر چی هستن؟ در فکر نشر فحشا، بی‌بندوباری و در رسانه هایی که به زبان فارسی هست، متوجه افغانستان، تاجیکستان یا ایران هست، میبینیم که خیلی زیاد تشویق میکنن به ارتکاب جنایت، به فحشا و بی‌بندوباری، از بین بردن اخلاق و عقیده و ثوابت اجتماعی و اون چیزی که به اصطلاح پایبندی هایی که در جامعه هست، نشر فیلم های مدگرایی، پوشش های غیر اخلاقی، نمایش لباس، مجله های زنانه. در فیلم هایی که پخش میکنن 72% از فیلم هاش دعوت به جنس و جنایت و عشق و عاشقی و اینجور مزخرفات هست. همه اینها هزینه برمیداره و همه این هزینه رو دارند اونها متحمل میشن. آیا فکر میکنیم که اینا به خاطر محبتی که به ما دارن میخوان این به اصطلاح هزینه رو برداشت کنن؟ در این رسانه ها هی دم از دفاعی از حقوق زن، نمیدونم آزادی های زن، وقتی آزادی رو هم میخوای معرفی کنی میبینیم که نه، آزادی نیست آقا، این بی‌بندوباری است، این به برده کشیدن زن با طوق و با زنجیر خواسته ها و شهوت های اونهاست. مرتب آقا هجوم هست بر حجاب اسلامی. آقا تو چه مرگته؟ یه خانومی اومده یه قطعه پارچه‌ای گذاشته روی سر خودش، به تو چی؟ میبینیم که بعضی انسان ها به اون مرحله از خرفتی و ابلهی میرسن که مردی که هست مثلا رئیس جمهور یک کشوری
مثل تاجیکستان میاد دعواش با چی هست؟ با یک متر پارچه که یک خانومی تو یه روستایی گذاشته رو سر خودش. به تو چه؟ تو به جای اینکه بیای درد این بی‌آبی و بیکاری و بدبختی و فلاکت و فقر و فحشا و بی‌بندوباری و همه مشکلات جامعه، بیای مشکلات جامعه رو حل کنی، اومدی با یه تیکه پارچه دعوا داری؟ مشکل چی هست؟ اینو چرا این همه فشار میذارن روی چی؟ دختر اگه میخوای بری مدرسه نباید روسری رو سرش باشه. روسری چه ربطی به قلم و کاغذ و مدرسه داره؟ نمیدونم زن میخواد بره سر کار نباید آقا حجاب داشته باشه. آخه مرد عاقل، عقلت کجاست؟ تو مگه زن رو میخوای اونجا بره برقصه واسط یا میخوای کار کنه؟ اگه کار میخواد بکنه خب این لباس و پوششش به تو چه؟ این باها دادن به این جور چیزها و ذهن ملت ها رو به اینها مشغول کردن. تلویزیون رو باز میکنی همش چی هست؟ رقص و دهل و نمیدونم زنهای بی بند و بار رو نمیدونم تعریف اگر میشه. خب تو جامعه ما انسانهای بسیار فریخته ای داریم، علما داریم، دانشمندان داریم، مفکرین داریم. مفکر و دانشمند و هیچی توی بسیار رسانه ها خبری ازشون نیست. خبر از چی هست؟ آقا از یک زن اوریان و فاحشه ای که میاد به اصطلاح تو جلوی مردم دمشو تکون میده. چه مزخرفاتی هست که به اصطلاح به خورد مردم میدن؟ این چه عقلی هست؟ همش به اصطلاح تشویق کردن مردم به نقش‌های منفی، تربیت دختران کوچیک بر رقص و موسیقی و نمیدونم این مزخرفات، یه شستشوی مغزی دادن، پله پله سعی کردن در عقیده و باورهای ملت رو تخریب کردن. همه اینها معضلاتی هست که در جامعه هست. حالا ما نمیتونیم این همه رسانه های غربی رو که با هزینه های هنگفت پخش میشه اینها رو جلوشون رو بگیریم، اما میتونیم خانواده خودمون رو حفظ کنیم. دیگه کسی میخواد از بیرون پشت در خونه ما داد میزنه، فحشا میگه، نیاز نیست که ما در خونه رو به روش باز کنیم. این نقشی هست. ببخشید میگم همین موضوعی که شما اشاره فرمودید یک مصیبت. خب همین الان متاسفانه ما یک حقیقت تلخی رو که نمیتونیم پنهان کنیم و نمیتونیم هم این کارش بکنیم اینه که اکثریت خانواده های حداقل همین سه تا کشوری که به هر حال زبان فارسی تکلم میکنن متاسفانه همین رسانه ها رو میبینن و همین رسانه ها رو پیگیری میکنن و همین رسانه های مبتذلی که به زبان فارسی و سریال های عجیب و غریبی که به هر حال به اسمهای مختلف از کشورهای مختلف چند صد قسمت داره پخش میشه، میشینن میبینن. بابای خونه که ملتزم هست نماز با خیال خودش نماز میخونه اونم میشینه میبینه، خواهر خونه هم میشینه میبینه، برادر نماز خونه هم خب میشینه میبینه، مادر خونه هم که دوستری داره حجاب داره میشینه میبینه، بعد دور بری هم که میان میشینن میبینن. و چه بسا که کانال اسلامی ما هم دارن میبینن. یعنی شما نگاه بکنید در لیست کانال هاشون من چند تایی حتی نمونه هایی که خودم مشاهده کردم و رفتم داخل خونه‌ای به هر حال خونه‌ای که ظاهرا ملتزم بوده و طرف اهل دین هم هست، وقتی که ریموت کنترل ماوره رو برمی‌داریم نگاه می‌کنیم مثلا کانال‌های اهل سنت مثلا به زبان فارسی هر 4 تا هستن، بعد پایینش می‌بینید اسم‌های عجیب و غریبی از کانال‌های دیگه‌ای که معلوم الحالن اونها هم دیده میشه. این مصیبت چیکار باید کرد؟ این کسانی که میان بعد جمع میکنن به خیال خودش این طرف هم هست اون طرف هم هست، وقتی که اعتراض هم بشه میگه خب دیگه سرگرمیه دیگه، این یکی که سریال تاریخیه، این یکی که نمیدونم سریال اخلاقیه، این یکی که سریال اجتماعیه، این یکی فلانه، این اله، این بله. اینا رو چیکار باید کرد؟ ببینید خداوند با کسی شوخی نداره و قضیه سعادت و زندگی خوب لنحینه حیاتا طیبا اینها مسائلی هست که خداوند و روانشناسی قرآنی به صورت بسیار بسیار واضح و صریحی برای ما مطرح کرده. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، کسی که از راه من به کج رفت خب زندگیش هم داغون میشه و باید بدبختی رو هم بچشه. این افرادی که به اصطلاح همچنین زندگی رو دارن، ببینید قلب انسانی هست، تو این قلب انسانی، تو این سرشت انسانی دو چیز متضاد رو نمیشه جای داد. نمیشه تو قلبت هم قرآن باشه هم به اصطلاح رقص و دهل و مزامیر شیطان.
امکان نداره. یا این یا اون، یا سیاه هست یا سفید. دیگه ما چیزی خاکستری که نداریم تو خلق. خب وقتی که میخوایم به اصطلاح زندگیمون رو بر مبنای هوا و هوس خودمون مدیریت کنیم، اون چیزی که دلمون میخواد خب بهایش رو هم پرداخت میکنیم. اون خانواده ای که تو تلویزیونشون این مسائل رو دارند، خب چرا مینالند از اینکه دخترشون به انحراف رفت؟ خودت فضا را به وجود آوردی، خودت دخترت رو هل دادی تو انحراف. این دیگه خیلی اشتباهه است که ما طرف رو بندازیم تو دریا بگیم آقا مواظب باش خیس نشی. خب ببینید این رسانه ها یک کار بسیار بسیار موذیی که کردن اینه که عقل باطن رو برنامه ریزی کردن. همین رسانه رو، هر رسانه‌ای رو حالا شما نگاه کنید، تلویزیونی که به اصطلاح همین تلویزیون، آقا نمیخوایم بگیم که تلویزیون‌های خارجی که میخوان به اصطلاح هجوم فرهنگی کنن، همین تلویزیون خود کشور در 20 سال پیش نحوه پوشش چطور بود؟ الان نحوه پوشش چطور هست؟ در 20 سال پیش چیزهای حرام بود که همون الان همون چیزها به اصطلاح حلال هست. چی شد؟ همینه. رسانه چی کار کرد؟ شیطان اومد پله پله کار کرد. اون کسی که امروز میشینه مثلا یک فیلم مبتذلی رو نگاه میکنه، 20 سال پیش اگر میشنوید کسی همچون این فیلمی رو نگاه میکنه باش سلام علیک نمیکرد. الان اومده چی؟ یه مدتی باز خودش نگاه کرد، بعد الان اون به اصطلاح زشتی به اون به اصطلاح منکر کم کم از ذهنش رفت. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان میاد کارهای زشت اینها رو زینت میده، خوشحال میشن، میگن ای چه چیز خوبی است، آقا جوکه، آقا فلانه. همین چیزی که بذار خودش نمیتونست تحمل کنه یا شایان شخصیت خودش نمیدید که این رو بیاد تماشا کنه، امروز خودش با خانمش، با دختراش، با پسراش نشستن تماشا میکنند. بعد از اون میاد میگن آقا چرا بچه‌مون منحرف شد، چرا نمیدونم زندگیمون توش فلاکتیم، چرا احساس سعادت نمی کنیم. آقای سلیمانی عزیز ببینیم، ما چوب نیستیم، تیک دیواری هم نیستیم، انسانیم و احساسات داریم، عواطف داریم. هیچی نیست مگر اینکه در ما تأثیر میذاره. امکان نداره که چیزی باشه مثلا آقا شما یه مثال ساده و شما دارید در یه جایی راه میرید، یه آقای اومد یه فوشی داد، یه آقای اومد گفت آقای نمیدونم چی، به این کسی رو شما بگید الاغ، اون که الاغ نشد، اما چرا عصبانی شد؟ یک کلمه تونست عواطف اون رو به حرکت در بیاره. آقا احساس کرد شما بهش اهانت کردید، در خودش احساس شکست کرد و میخواد از خودش دفاع کنه، منفعل شد، دعوایی را افتاد. دعوا به خاطر یک کلمه است که این کلمه هیچ چیزی از واقعیت رو تغییر نداد. وقتی کسی به دوستش گفت یا به رهگذری گفت آقا الاغ، اون که الاغ نشد، اما این کلمه ببینید چه به اصطلاح واکنشی رو سبز کرد. هر آنچه که ما میشنویم، هر آنچه که ما میبینیم، همچنین تغییر و تحولاتی رو در جسم ما به وجود میاره. حالا این روندش کند هست، ما خودمون رو کنترل کردیم، ما خودمون رو به نفهمی زدیم، اما این باید تأثیر خودش رو بذاره. ما که دیوار یا سنگ نیستیم. خب الان مثلا میبینیم کسایی که مثلا دختر خانم ها، آقا پسرهایی که مثلا عشق و علاقه زیادی دارن به ترانه و موسیقی و نمیدونم اینا گوش کردن، خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش اینه که این موسیقی ها و این ترانه هایی که 90% حکایت از یأس هست، از ناامیدی هست، از غم و اندوه هست، این بار غم و اندوه و یأس و ناامیدی تو سر این فرد انباشته میشه. این صحنه هایی که در تلویزیون ها و در به اصطلاح رسانه ها میبینه، صحنه های منفی، اینها انباشته میشه در ذهن باطن این فرد و این کسی که یک جنایت رو خیلی چیز بدی میدیست، آدم کشی رو خیلی چیز بسیار زشتی بود. به هر حال آدم کشی، خون ریختن یک انسان یعنی کشتن همه بنی آدم. الان میبینیم که با عشق و علاقه میبینیم طرف میاد همچین
به اصطلاح شارتازان بازی در میاره، نمیدونم چاقو میکشه میندازه به طرف رفیقش، وقتی هم بهش میخوره خیلی احساس میکنه که بله من مردم که خنجر تو دست گرفتم یا چی هستم. این قلدر بازی شد یک فخر، فحشا شد یک فخر. اون دختری که به اصطلاح میاد لباسی که تو یک تلویزیون دیده، تو یک نمیدونم بازیگر دیده، اون لباس رو میاد میپوشه، همچنین پوز میده، در حالی که این لباس رو قبل از اینی که تو این تلویزیون ببینه یک چیز زشت تلقی میکرد، شایسته من دختر خانواده نمیدونست، اما الان داره همون رو تقلید میکنه. اینجاست که اگر وقتی که ما کج میریم خربزه میخوریم باید پای لرزش هم بشینیم. وقتی که میایم راه انحراف رو میریم برای سرگرم کردن خودمون میایم عقل باطن خودمون رو فاسد میکنیم، میایم جو اجتماعی خودمون رو فاسد میکنیم. شمایی که امروز نشستی مثلا یک فیلم مبتذل رو نگاه میکنی، بچه ها چی فکر میکنن؟ میبینن که این چیز عادی هست، اشکالی نداره. خب مرحله بعدش هم اشکال نخواهد داشت. این پله پله است. شما که یک پله بچه ها رو بردید، اگه بچه 3 پله اون ورترش رفت دیگه دلخور نباش. این کاری از این چایی است که خودت کندی. وقتی چای رو کندی و کسی افتاد توش، دیگه الان نباید بیایی به اصطلاح بنالی که چرا من وضعم اینطوری است، چرا من در بدبختی هستم، چرا تو زندگی ما فقر و فلاکت است، چرا من احساس آرامش نمی کنم، چرا به اصطلاح رو خانمت شک داری. این شک در واقع شما شکی نبود که رو خانمت داشته باشی. چرا خانم ها روی شوهراشون شک دارن؟ این در واقع نه هیچ موردی به وجود نیومده، اما 2-3 تا فیلم دید. این فیلم این به اصطلاح مشکلی که دیگران داشتند رو تو سینه من انبار کرد، شد مشکل من. چرا 90% از افرادی که دست به خودکشی میزنن همینایی هستن که ترانه گوش میکنن؟ اینا که مشکل نداشتن. از نظر آقا اقتصادی وضعش خوبه، هیچ مشکل خاصی نداره، کار داره، اقتصاد داره، اما زندگی براش بی‌معناست. این در واقع چی هست؟ این تراکم این ناامیدی‌های دیگران هست، تراکم اندوه و غم‌هایی که دیگران دارن. گوش کردم، دیدم، اینها در ذهن من انباشته شد، بعد از مدتی فکر کردم اینا مال من هست، منم که اندوه دارم، منم که به اصطلاح ناامیدم از زندگی. فکر نکنیم ما چیزی رو میشنویم یا میبینیم تأثیر نمیذاره. مگه من خودمون نیستیم جلوی تلویزیون نشستیم، یک صحنه نمیدونم جنگ هست، ما اینجوری تکون میخونیم سر جای خودمون انگار که ما داریم میزنیم. یک صحنه نمیدونم غم و اندوه هست، ما داریم گریه میکنیم، در حالی که ما میدونیم که آقا این فیلمه، فیلم بازی میکنه. نه اینجا کسی کشته شد، نه اون طرف یتیم هست، نه اون طرف نمیدونم مظلوم هست. آقا اینا بازیگرن. امروز میبینیم که نقش یتیم رو بازی میکنه، فردا نقش پادشاه رو بازی میکنه، همین طرف خودش هست. خب چرا ما منفعل شدیم؟ چرا خندیدیم؟ چرا گریه کردیم؟ چرا نمیدونم خودمون رو تکون دادیم؟ اینا نشان دهنده چی هست؟ این تأثیری که اون چیزی که ما میبینیم یا میشنویم روی ما داره. خب این تأثیرات وقتی که منفی هست رو هم انباشته میشه و مداوم میشیم. مگه نه همین است که مثلا ما یه برنامه‌ای مثلا در وصال حق میبینیم که تشویق میکنه به آقا به خدمت به خلق، روز بعد شما میرید نه آقای سلیمانی اومد دست شما رو گرفت مجبورتون کرد، نه خیر، خودتون به خودی خودتون میرید یه کار مفید انجام میدید، میرید نمیدونم یک یخچال میذارید رو مسیر راه مردم آب سرد استفاده کنن، میرید نمیدونم به یه خانواده مستمند رسیدگی میکنید. این واکنشی هست که شما در مقابل اون چیزی که میشنوید، اون چیزی که میبینید انجام میدید. اینجاست که ما باید خیلی دقیق باشیم، خیلی مواظب خودمون باشیم در چیزایی که گوش میکنیم، چیزایی که میخونیم، چیزایی که میبینیم و نحوه تفاعل و نحوه به اصطلاح استفاده درست از هر آنچه که خداوند، از نعمتایی که خداوند در اختیار ما گذاشته. جناب دکتر، حالا اینا که شما مطرح فرمودید خب بیشتر زخم هاست و درد هاست. الان ما
خانواده‌ای رو که به این مشکل مبتلا هست و تا به حال شاید زیاد به عمق فاجعه پی نبرده، الان چیکار باید کرد؟ راه حل چیه؟ چیکار باید بکنیم که ما نجات بدیم این وضعیت رو، خانواده خودمون رو؟ من حقیقتش بعضی وقتا پیام‌هایی بر من میاد که انسان تنش میلرزه وقتی میخواد بخونه و قبلا هم از این پیام‌ها ما نمونه‌های مشابه فراوانی داشتیم. نمونه‌ای مثلا خواهری گفتن که سلام خسته نباشید، من میخواستم بگم من شوهر دارم و یکی دیگه منو دوست داره و برای من زنگ میزنه و منم دوستش دارم و به خدا نمیتونم فراموشش بکنم، تو رو خدا و قرآن شما رو به قرآن بگید من چیکار بکنم، نماز هم میخونم ولی نمیدونم چیکار بکنم. امثال این وضعیت ها، امثال همچین، حالا این خواهر میگه که من شوهرم دارم، یعنی شوهرم داره و یقینا بدون چشم شوهر با کسی دیگری سلام علیک داره، حالا ایشون که میگه تلفنی سلام علیک داره و امثال اینها رو که یقینا برخی از اینها برمیگرده به اون تبلیغات سویی که در این رسانه‌های منفی میشه. خیلی از این رسانه‌هایی که داره تبلیغات میکنه جز ابتذال، جز جواز دادن و غیر مستقیم تشویق و ترغیب دیگران به همچین رابطه‌های چیز دیگری ما نداریم. الان چه کار باید بکنیم؟ چطور این مشکلات رو ما حل بکنیم؟ الان این دردها رو ما چطور بتونیم راه حل پیدا بکنیم؟ از همین مسئله مثلا رسانه‌ها شروع بکنیم. الان اگر خدای نکرده مثلا بیننده عزیزی در ماهواره خودش برای کنترل ماهواره خودش در لیستی که تهیه کرده همچین کانال هایی رو داره، چیکار باید بکنه؟ وظیفه یک پدر چیه؟ وظیفه یک مادر چیه؟ وظیفه بقیه اعضای خانواده چیه که جلوگیری بکنن از این مشکل؟ بله، اینی که ما تو چاه افتادیم، پامون شکست، این مشکل ماست. حالا که الحمدلله احساس کردیم که داریم میافتیم یا افتادیم، دردش رو به اصطلاح چشیدیم، الان راه عقل چی میگه؟ عقل میگه آقا من یک مشکل دارم، یک بیماری دارم، خب باید در پی علاجش باشم، در پی درمانش باشم. درمان چی است؟ آقا داره خونه آب میده، سقف خونه آب میده، بیایم چیکارش کنم؟ بیام یه رنگ رودنش بزنم. بابا با رنگ رودن زدن، یه گچه کاری کردن که قضیه حل نمیشه، قضیه از بالا خرابه. ریشه یابی کنیم مشکل کجاست، اون مشکل رو حلش کنیم. شمایی که تو خانواده، تو به اصطلاح تو فضای خانواده برای ساختن عقل باطنت اومدی یک انحرافاتی رو گذاشتی، یه تلویزیون ها و نمیدونم ماهواره ها و فیلم های مستهجن رو میشین. اصلا عقل، ببین این حرفی که مثلا این خواهر میزنه یه حرف کاملا بیهوده و بی ربطی هست. همون حکایت زین لهم و شیطان و اعمالهم هست که شیطان عملهای اونها رو براشون زینت میده، جلا میده، فکر میکنن بله یه مس شده طلا. خواهر عزیز، شما شوهر داری، زندگی داری، استقرار خانوادگی داری، هیچ مشکلی نداری. چی شد که یک صدا شما رو شیفته خودش کرد؟ کسی که اصلا نمیشناسید، کسی که الان داره اون به اصطلاح زندگی شما رو داغون میکنه. این در بهترین وصفی که این طرف روش کرد شیطان هست. بهترین وصف یک اهریمن هست، یه دشمن شماست. کسی هست که دشمن شماست، دشمن آیندهت هست، دشمن خودت هست، دشمن دیانتت هست، دشمن ناموست هست، دشمن سعادت و زندگی زناشوییت هست. این کس رو دارید شما به اصطلاح میگید که من خوشم میاد ازش، من به اصطلاح دوستش دارم. اینو دیگه اسمش چی میخوایم بگیم؟ میگید دیوونه است. یعنی دیوونگی اگر این نباشه چی هست؟ به خاطر چی همچین موردی پیش میاد؟ بله شما تو تلویزیون دیدید که بله این همچنین مورد خیلی مد روز هست. تلویزیون میاد یه زشتی رو اونقدر زیبا جلوه میده که شما فکر میکنید که حقیقت زندگی همین هست، درست هست. همینی که شما میگید دوستش دارم یک دروغ هست که به خودت داری تلقین میکنی. چطور شما دوستش داری شما نمیشناسیش؟ چه خوبی ازش دیدی که دوستش داری؟ وقتی میگم من فلانی رو دوست دارم، خب ازش خوبی دیدم. شما هر چی دیدید یک انسان موذی دیدید، یک موشی رو دیدید که داره میاد ریشه زندگی شما رو داره میخوره. حالا شما میگید که من از یه موش خوشم میاد، از یه میکروب وبا خوشم میاد، من دوستش دارم موشو. خب مردم میگن شما دیوونه اید. الان این حرفی که شما میزنید بیانگر همین بیماری رو دارید که شما دیوونه اید واقعا. یعنی چی؟ من از یک انسان منحرف خوشم میاد، از کسی که اومده زندگی ما رو داغون کنه دوستش دارم، پس من مشکل دارم. مشکل من هست. مشکلی نیست که شیطان چرا منو گول میزنه،
چرا که از تلفن میکنه؟ تلفن کرد، فردا اومد همونطور که به شما تلفن میکنه به 100 نفر دیگه تلفن میکنه. کسی که به زندگی یک انسان مؤمن، یک خانواده رحم نمیکنه، فردا فکر میکنید که مثلا شما شوهرت رو طلاق دادی رفتی، فردا فکر میکنید این شخص شما رو خواهد گرفت؟ نخواهد گرفت. حالا اگر ازدواج هم کرد باتون، به فرض محال که از شما ازدواج کرد، چیکار خواهد کرد؟ این کسی که به اصطلاح همونطور که به شما تلفن کرده به چند نفر دیگه داره تلفن میکنه. این یک انسان منحرف هست. شما رو که میخواد به خاطر چی میخواد؟ به خاطر ارضای شهوت خودش میخواد. شما میخواید این باشید؟ شما میخواید یه دستشویی باشید که هر کسی به اصطلاح فشار داشت بیاد به اصطلاح خودش رو خالی کنه؟ یکم عاقلانه فکر کنیم. این چه طرز برخوردی است که ما برای زندگی خودمون ساختیم؟ این چه طرز زندگی است که ما برای خودمون ساختیم؟ از خدا دور شدیم چی؟ ببین همین حالت. یعنی انسانیتمون زیر سوال رفته، غیرتمون زیر سوال رفته، پیش خودمون ناموسمون پیش خودمون بی اهمیت هست، به اون حدی که به اصطلاح هر کسی خواست آقا یه تلفن کنه ما رو شکار کنه. این نشانگر چی هست؟ نشانگر این دوری ما از واقعیت خودمون، دوری ما از شناخت خودمون، از شناخت خدامون، از هدفمون از زندگی. ما چی هستیم؟ همونطور که گفتم، مگه من یک به اصطلاح آله شهوت دیگران هستم که هر کس و ناکسی دلش خواست به من تلفن کنه؟ من برای خودم شخصیت دارم. این شخصیت من باید به من اجازه نده که من هرزه هر به اصطلاح محفلی باشم. اینجاست که یک شخص باید بفهمه که بله من میخوام خوشبخت بشم. آقا کسی که تو رو خلق کرده کاتالوگ تو رو هم فرستاده، قرآن کریم رو فرستاده، شیوه و فرموله های خوشبختی رو برات شرح داده. فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. کسی که در راه ما حرکت کرد هرگز گمراه نمیشه، هرگز به اصطلاح احساس بدبختی، ذلت، خواری، بیهودگی نمیکنه، ناامیدی نمیکنه. یأس و ناامیدی نتیجهش همینه. ما اومدیم خودمون رو طعمه به اصطلاح رسانه‌های غربی کردیم، طعمه فیلم‌های مستهجن کردیم، طعمه تصویرهای بد. آقا این فیلم تاریخی خیلی چیزای خوب داره. خب این که نشد. در کنار این چیزهای خوب 10 تا خوبی داره، 100 تا بدی داره. هیچ چیزی تو دنیا نیست مگر این که در کنار خوبیش بدی داره. خداوند منان در مورد شراب که یک چیزی که عقل انسان رو از بین میبره، انسان میشه دیوونه، انسان میشه یک موجود موذی که نه خودش رو میشناسه نه هیچی، حتی به اصطلاح تجاوز میکنه به محارمش، عقل نداره در اون لحظه. همین شراب رو خداوند وقتی ذکر کرد گفت که فیه منافع للناس. بله یک چیزای مفیدی توش هست. همین تریاک و هروین یه چیزای مفیدی توش هست. اگه 10 تا مفید هست 1000 تا چیزای نامفید هست، چیزای ویرانگر هست. من چرا بیام خودم رو توی منجلاب بندازم؟ چرا بیام خودم رو توی آتیش بندازم، توی یک به اصطلاح فضایی بندازم که دیگه نابود بشم، پودر بشم، خودم، شخصیتم، خانوادم همم از بین برم؟ وقتی که همچنین فضایی رو در خانواده به وجود میاریم دیگه چرا مینالیم؟ وقتی که دخترمون منحرف شد، وقتی پسرمون منحرف شد، وقتی دیگه کسی دیگه نشد که بیاد به خواستگاری دخترمون، وقتی که تو دخترت رو گذاشتی هرزه هر خیابون، وقتی دخترت شد به اصطلاح طعمه هر گرگ گرسنه، دیگه الان چرا انتظار داری که علی ابن ابی طالب بیاد بره خواستگاری دخترت؟ دیگه این واقعا ما هم بعضی وقتا حماقت هایی رو مرتکب میشیم و انتظاراتی هم داریم که این رو پیامبر اکرم تصویر بسیار زیبایی ازشون تقدیم کردن که مثل همون تصویر مؤمن و منافق. مؤمن اشتباهش و گناهش رو احساس میکنه مثل یک کوهی هست که بالای سرش که هر لحظه امکان داره رو سرش بیفته. منافق چی؟ منافق هر کاری میکنه همینه، عقل باطنش به مرور زمان تشکل منفی پیدا کرده. اینجاست که هر کاری میکنه همه گناه بزرگش مثل یه مگسی احساس میکنه رو بینیش نشسته، اینجوری میکنه پف پرید رفت، فکر کرد دیگه همه مشکلات حل شد، قضیه حل شد. این شیوه منافقین هست و پیامبر خدا این گونه افراد رو احمق نام گذاشته. من اتبع نفسه هواها
و تمنا علی الله الامانی. این احمق هست، اون کسی که هر چی دلش بخواد میکنه، بعدم میشینه واسه خودش آرزو بافی میکنه. من باید اینطوری زندگی کنم، زندگیم اینطوری باشه، احساس سعادت کنم، احساس خوشبختی کنم. تو ریشه و سعادت رو، خوشبختی رو تو زندگیت خفه کردی. چطور احساس سعادت تو خونت میاد؟ چطور احساس میکنی که انسان هستی، وجود داری، مفید هستی، باید تو این زندگی احساس سعادت و خوشبختی بکنی؟ اینجاست که مجبوریم، چون که عقل باطنمون منحرف شده، خودمون انباشتیم بدیهای دیگران رو، نکات منفی همه فیلم‌های زشت رو خودمون، تو خودمون انبار کردیم. اینجاست که دیگه اگر میخوایم لبخند بزنیم، باید دو دستی لبامون رو بکشیم تا بتونیم شکل که یک لبخند یا یک خوشبختی رو خودمون سبز کنیم. جناب دکتر، حالا در بحث راه بازگشت و راه برگشت چه اولویت‌هایی رو شما مهم می‌بینید؟ مثلا حالا یک خانواده، یک شخصی، یک فردی میخواد برگرده، به هر حال تجربه اشتباهی داشته و دیگه نمیخواد ادامه پیدا بکنه این مسیر، از کجاها باید شروع بکنه؟ چه اولویت‌هایی باید مد نظر داشته باشه به نظر شما؟ انسان منحرف میشه، انسان ازش اشتباه صورت میگیره، انسان مرتکب جنایت میشه. بله، خیلی مرتکب جنایت‌های بزرگ میشه، آدم میکشه. اما بعد از اون چی؟ بعد از اون نقطه اول اینه که خودش احساس کنه که من مریضم، من اشتباه کردم، من کمی دارم، باید خودم رو اصلاح کنم. تا وقتی که به این مرحله نرسیده، اصلاح امکان پذیر نیست. تا وقتی که یک معتادی، یک بیماری اعتراف نکنه که من مریضم، نیاز به درمان دارم، شما نمیتونید درمانش کنید. هر کاری بکنید باز برمیگرده میره به اصطلاح رو همون، به اصطلاح نشخوار همون قدیمش رو میکنه و همون شخصی میشه که بود. وقتی اومد و احساس کرد که اشتباه کرده، احساس کرد که باید برگرده، اینجاست که دروازه های توبه الهی بروی همه بشریت باز است. توبه یک نعمت بسیار 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 بزرگ الهی است که معجزه می آفرینه. همین فردی که میاد برمیگرده به سوی خدا، اشک ندامت در بارگاه الهی میریزه. این قلب سیاهش که با مرور زمان سیاه شده، با نادانی ها یا دانسته یا نادانسته مرتکب گناهان شده، وقتی میاد توبه میکنه این شستشو داده میشه. خود فرد احساس میکنه که احساس لذت بهش دست میده، احساس خود بودن، خودش رو که گم کرده داره پیدا میکنه. اولین مرحله همینه که توبه کنن. خب توبه هم که تنها این نیست که آقا بار خدایا بار الها از ما در بگذر که ما توبه کردیم، یه غلطی کرده بودیم حالا نمی کنیم، که نشد. یه شعار هست، ما تو دینمون شعار نداریم. این شعارها فرهنگی است که یه مشت انسان بی فرهنگ، یک مشت انسان بی هدف به خورد ما دادن. آقا هر مسئله شد بریز تو خیابون، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، دل خود خوش کن که آقا ما کاری کردیم. تو کل تاریخ بشر، تو کل تاریخ اسلام دیدی که یه روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه رو بگیرن بیان تو حرم مکه یا مدینه داد بزنن مرگ بر قریشیان، مرگ بر ابولهب، مرگ بر این چه چرندیات هست. شعار تو مسیر ما ساختاری نداره، جایگاهی نداره، عمل هست. همیشه هم خداوند متعال وقتی میگه که آمنو و عملوا الصالحات، الذین آمنو و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردن کار شایسته انجام دادن. تنها کار شایسته هم چی هست؟ اول اینی که اون معضله، مشکلی که باعث شد شما به اینجا برسید، اونا رو باید ریشه کن کنی، ریشه‌ش رو خشک کنی. نکردی شما داری دروغ میگی. آقا من یه مشکل دارم، یک بیماری دارم، یک زخمی دارم، میدونم که سبب این زخم چی است، باید بیام اول اون میکروب رو بکشم. نکشتم من در پی علاج زخم نیستم. تا وقتی که این میکروب داره کار خودش رو انجام میده،
من بیام قرص بخورم یا من بگم آقا میرم پیش دکتر که این نشد حل و نشد درمان. اول این میکروب رو باید بکشم. میکروب چی هست؟ من به این نتیجه رسیدم آقا من زیاد فیلم های مستهجن نگاه میکنم، از این به بعد نکنم. من نمیدونم ترانه های بیهوده گوش میکنم، من مایوسم، بی غمگینم، استرس دارم، استراب دارم، این قسمت رو خشکش کنم. آقا من با بعضی از دوستان رفت و آمد میکنم، اینا هستند که منو تشویق به این کارهای خراب میکنن. رابطم رو یکو باشون قطع کنم بدون مقدمات. نیاز نیست که من دروغ بگم که آقا برای چی پیش شما نمیام. آقا من با شما سلام علیک کرده بودم، به این نتیجه رسیدم، الان من نه شما راه خودتون میخواد برید، من راه خودم رو انتخاب کردم. صراحت داشتن، دروغ نگفتن، مکاری نه. ببخشید رضا جان من نمیتونم پیش شما، شرمندم، مادرم مریضه. میخواد که نری چون که میدونی که اونجا منحرف میشی، مادر بیچاره تو به اصطلاح انداختی تو بستر بیماری. نه خیر رضا جان من با شما سلام دعا کردم، با هم نسهشت و برخواست، من از شما خیری ندیدم. از این به بعد اگر میخوایی اصلاح بشی، راه اصلاح رو پیش بگیری، اهلا و سهلا. میخوای همون راه خودت رو بری، شما به راه خودت، من به راه خودم، من تو قبر خودم میخوابم، شما تو قبر خودت بخواب. با کل صراحت. قطع رابطه کردن با دوستای ناباب، قطع رابطه کردن با اون چیزهایی که منو به انحراف میکشید. آقا نمیدونم رسانه هایی که تو خونه هست، کسی تو رو مجبور نکرد که بیایی ریموت برداری توش 1000 تا کانال منحرف بذاری. آقا همه رو حذفش کن، تو برای خود شخصی باش، احساس وجود بکن، توی انسان هستی. چرا مهار دست دیگران باشه؟ چرا مهار دستی موبایل باشه؟ مهار دستی یک نمیدونم ریموت کنترل باشه؟ انسانیتت کجا رفت؟ یه نمیدونم وسوسه شیطان بدبختی چی از دستش بد میاد؟ کجای دنیا ما دیدیم آقا شیطان بیاد کسی رو گلاووزی بکنه که آقا همین تلویزیون همین فیلمو نگاه کنی و الا میکشمت؟ نه خیر، بدبخت شیطان روز قیامت هم میاد میگه که من کاری نکردم، من فقط یه وسوسه‌ای کردم، خودتون انتخاب کردین. انتخاب، اختیار، این شخصیت منه. اختیار، کاری که من میکنم این بیانگر شخصیت منه. من شخصیت خودم رو حفظ کنم. اومدم این به اصطلاح چیزایی که باعث انحراف من شد اینا رو خوش کردم. الان در توبم صادقم با خودم، الان رابطم رو با خدا قوت میدم و در این حال نیاز به کسایی دارم که منو بگیرن، نیاز به افرادی دارم که نذارن که من برگردم عقبی، حالم بدن. اینا کیا هستن؟ دوستای درست، افراد شایسته، مسجدیا. با دوستای مسجدی رابطه برقرار کردن با مسجد، یه توصیه‌ای که برای خودم و برای همه بینندگان عزیز دارن، هیچ وقت رابطت رو با مسجد قطع نکن. هر چقدر منحرف هستی یک سلام دعایی با مسجد داشته باش. هیچ وقت در هیچ حالتی از مسجد دور نشو. چرا؟ چون که مسجد محیطی هست که در اونجا به راحتی میتونی افراد خوب پیدا کنی. تو مسجد افراد بدم میان اما خیلی هاشون خوبن، خوب پیدا کردن آسونه. تو شهر شما که مسجد نیست، آقا کجا مسجد هست؟ هر جایی که هست حداقل روزی یه بار. کسایی که تو تهران هستن مسجد ندارن، نمازخانه آقا بذارید، برای خودتون نمازخانه بذارید. یعنی اینی که ما بنالیم که آقا مسجد نداریم، این راه حل نیست. بیایم هر خونمون رو مسجد کنیم. دشمن چی میخواد؟ چرا نمیخواد ما مسجد داشته باشیم؟ چون نمیخواد که ما همدیگر رو بشناسیم، نمیخواد که خوبان همدیگر رو با هم دیگه بشینن. اینجاست که ما باید، خداوند متعال به زنای پیامبر میگه و اذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. در خونه هاتون رو خلیه زنبور کنید، خلیه دعوت، حکمت، قرآن، این تو خونه باید باشه. وقتی من خونم رو از شیطان گرفتم و گذاشتمش یک تریبون رحمانی، دیگه اونجا من در امنیت کامل هستم. اینجاست که دیگه خطر رفع شد. من الان ببین که زندگی چی فرق خواهد کرد. الان اون چیزایی که برای من مهم بود، برای من بزرگ بود، اینی که آقا من نمیدونم فلان چیزو ندارم، این زندگیم رو تلخ کرده بود. آقا فلانی چی رو داره و من ندارم،
کم کاستی های خودم رو میدیدم، نعمت های بزرگ رو نمیدیدم. الان زندگی عوض میشه، من نعمت ها رو میبینم. اگر کاستی در زندگیم هست، در کنارش صبر رو میبینم، در کنارش استقامت رو میبینم، در کنارش یاری خدا رو میبینم. اینجاست که دیگه زندگیم خیلی شیرین میشه، در زندگیم خیلی موفق میشم. هیچ دیگه مشکلی برام نه مشکل استرس پیدا خواهم کرد، نه ناامید خواهم شد، نه به اصطلاح مایوس میشم، نمیخوام خودکشی کنم. نه خیر، زندگی بسیار شیرین است اگر ما بخوایم شیرینش نگه داریم. این قربان زبان شیرین شما جناب دکتر. اجازه بدید که ما یک میان برنامه ببینیم به همراه دوستان و بینندگان عزیز برمیگردیم انشالله همچنان این موضوع کمکی فلفلی رو با شما عزیزان انشالله ادامه خواهیم داد. همراه ما باشید تا آخر برنامه انشالله. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. او این سخن حق از سوی پروردگار شماست. پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد. به راستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. همچنان با شما هستیم با موضوع اصلی شخصیت زن مسلمان و در تابع اون پیرو این موضوع به موضوعات انحرافاتی رسیدیم که در جامعه مسلمان ما، در جامعه اسلامی ما دامنگیر کل جامعه است و علل خصوص زنهای جامعه ما و شخصیت زن مسلمان رو تحت شعاع خودش قرار میده. قبل از میان برنامه جناب دکتر به موضوع تأثیر رسانه‌ها و تهاجم فرهنگی و تأثیر منفیش بر شخصیت زن صحبت فرمودن و اینکه متاسفانه چه تأثیرات خانمانسوزی به جای خواهد گذاشت اگر ما به فکر درمانش نباشیم. هرچند که صحبت در این باب بیشتر از این هم میطلبه که بخوایم صحبت بکنیم، بسته بیشتر این موضوع رو میگذاریم انشاءالله به موضوعات و عناوین خاص خودش در آینده انشاءالله. جناب دکتر غیر از موضوع تهاجم فرهنگی در چارچوب بررسی انحرافاتی که احتمال داره یک شخصیت یک زن مسلمان رو مورد خطر قرار بده و تهدیدش بکنه، چه مورد دیگری رو شما قابل ملاحظه میبینید؟ یک موردی که بسیار حائز اهمیت هست بهش اشاره بشه قضیه آموزش هست. آموزش و سیستم آموزشی که ما در کشورهای خودمون داریم. حالا ببینیم ما کجا رسیدیم. واقعا شدیم مسخره عالم و آدم. خداوند متعال میفرماد ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا. کافران میخوان که همه مثل اونا باشن، ما هم به همون راهی بریم که اونا رفتن تا مثل اونا بشیم. چون که همیشه آدم بد میخواد که همه مثل اون باشن تا حداقل اون زشتی بدی که داره اون گم بشه، احساس کنه که همه با هم بابا سگ زد برادر شغال، ما همه باعث همیم. نه خیر، ما مسلمان ها اینطور نباید باشیم. الان مثلا ببین ما در سیستم آموزشیمون بچه هامون رو چی یاد میدیم؟ از اول که بچه میره به اصطلاح مدرسه، بچه ما الان بگیر هر بچه‌ای رو تو خیابون بگیری آقا که نمیدونم چند تا خواننده اسمشو بگو 100 تا رو میگه.
بگو آقا چند تا بازیگر نمیدونم تلویزیون رو بگو 200 تا رو میتونه اسم ببره. بگو آقا چند تا نمیدونم بازیگر فوتبال رو بگو 100 تا رو اسم میبره. بگو آقا چند تا مرد تو این امت، رادمردای این امت رو اسمشون رو ببر، دهنش منگ میشه. اصلا نشنیده رادمرد یعنی چی؟ مرد یعنی چی؟ این همه صحابه دلیر مردی که دنیا رو فتح کردن، اینا زندگیشون نمیدونن؟ نه خیر، اینا رو به بچه‌مون یاد نمیدیم. نه زندگی پیامبر رو میدونن، نه پیامبران رو، نه قرآن رو، نه صحابه و یاران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، نه زن و بچه ها و خانواده پیامبر. از اینا هیچ خبر ندارند. از چی خبر دارند؟ از نمیدونم موش و گربه، از تام و جری، از نمیدونم پسر شجاع، از حاج زنبور عسل، از نمیدونم سوپرمن، از سپایدرمن، از اینجور. وقتی ما بچه‌مون رو تو به اصطلاح تو باغ وحش بزرگش میکنیم، دیگه انتظار نداشته باشیم که این بیاد یک انسان برازنده جامعه باشه. تو باغ وحش دیگه از جنس باغ وحش میاد بیرون. بعد میایم تو رسانه هایی که بسیار تو سیستم آموزشی خودمون، آقا تشویق بسیار زیاد به آموزه های غیر دینی. مگه ما اصلا دینی غیر از غیر دینی و دینی داریم؟ آموزش و علم همش یکی هست. علم دین برای ساختار خود من هست، علم دنیا برای کسب به اصطلاح مهارت هایی که نیاز دارم در زندگی. اگر خودم رو نساختم، اومدم مثلا مهارت رو ساختم، خب من میشم یک ماشین. یعنی یک منی که مثلا اومدم مهارت نجاری رو کسب کردم، با یه اره برقی هیچ فرقی نخواهم داشت. اما وقتی که نه، خودم رو ساختم، الان من میشم مبتکر. من میشم حتی وقتی که اره برقی رو دست میگیرم، همین اره برقی من مرکز عبادت من میشه. مسجد من میشه اره برقیم. مسجد من میشه همون مثلا فرخونی که دارم باش زحمت میکشم، عرق میریزم، چون خودم شدم. الان احساس سعادت میکنم. کاری که میکنم میدونم چه کار دارم میکنم، لذتش رو میبرم. هم به کسب مادیش برام مهم هست، هم کسب معنویش به مراتب برام مهمتر میشه، چرا من خودم شدم. میایم میبینیم در چی؟ در سیستم آموزشیمون دین رو گذاشتیم کنار. آقا دین مال حوزه. مگه ما اصلا همچین چیزی داشتیم در طول تاریخمون؟ مثلا حضرت مولانا ابوبکر صدیق رو اسمش رو شنیدیم؟ نه خیر. هممون، همه صحابه وقتی که لبیک جهاد میگفت، همه ببینیم در بسیار معرکه ها وقتی میبینیم آقا در بدر، خب بدر برای جهاد نرفته بودن، برای مورد مأموریت چیز دیگه بود، 313 نفر. در احد آقا 1000 نفر. در نمیدونم خندق 3000 نفر. در فتح مکه 10,000 نفر. در تبوک 30,000 نفر. یعنی چی؟ یعنی همه سربازان، همه جامعه در مسجد هستند و همه وقتی که اذان میشه، همون 30,000 نفری که تو جبهه هستن، همون 30,000 نفر تو مسجدن. همه جامعه بعد از این که به اصطلاح مسئولیت خلاص شد، نماز تموم شد، عبادت جهاد تموم شد، کجان؟ آقا عمر کجا رفت روی به اصطلاح کشاورزیش. آقا ابوبکر کجاست؟ تو دکانش داره به اصطلاح کارشو میکنه. عثمان کجاست؟ داره به اصطلاح به بازارش میرسه. هر کسی باز میرسه سر کار خودش. اینی که ما نه اومدیم دین رو از دنیا جدا کردیم، این اصلا امکان پذیر نیست و این یک اشتباهی بزرگی است که ما در سیستم آموزشی خودمون انجام دادیم. یکی دیگه باز تو سیستم آموزشیمون میبینیم که بله، مسخره کردن به رموز دینی، به آموزش‌های دینی، به نمیدونم وقتی میایم بورسیه حرف میزنیم، بورسیه به کشورهای غیر اسلامی میریم اونجا که چی رو بیاریم؟ فرهنگ ها. آقا چی رفته نمیدونم چی میخونه؟ حالا وقتی میخواد بره مثلا کشور اروپایی، آقا رفته اونجا دکترا در فلسفه گرفته. فلسفه چی؟ مگه ما همین رو کم داشتیم تو کشورمون؟ تکنولوژی رو چرا نخوندی؟ چرا اون چیزی که نیاز ما هست رو نآوردی برای ما؟ چرا میخوای فرهنگ دیگران رو بیاری پیش ما نشخوار کنی؟ چرا میخوای ما رو، اونا اصلا خودشون به تنگنا اومدن، ما میخوایم اونا رو بیاریم به اصطلاح تو کشورهای خودمون حرف اونا رو بزنیم؟ به اصطلاح پژوهش علمی بسیار زیبایی هست وقتی که غربیان اومدن و در شرق
وامونده بودن که آقا این شرقی ها چرا اینقدر از نظر عقلی از نظر ابتکاری رشد میکنن در حالی که بچه های ما اینطور نیستن. دیدن که بله یک بچه شرقی در همون 7 سال اول میاد قرآن رو حفظ میکنه، قرآن رو حفظ میکنه، در کنار قرآن آموزه های دینی دیگری فرا میگیره. وقتی نگاه کردن یه بچه 7 ساله مسلمون تو مخش بیش از 50,000 کلمه است، در حالی که یک بچه غربی 3,000 کلمه بیشتر نداره. این یک رشدی کرده که بسیار بسیار عقلش پویا شده. الان چیکار کردن؟ اومدن این بلایی که تو جامعه خودشون بود رو ما آوردن. الان بچه ما در کودکی قرآن رو حفظ نمیکنه. بچه ما میره مدرسه، آقا چی میخونی؟ میره مدرسه انگلیسی، مدرسه نمیدونم زبان خارجه، اونم به چه وضع و افتضاحی. درسی که اینجا ما به بچه‌مون میدیم هرگز اون کسی که تو اروپا هست به بچهش نمیده، میگه زبانش خراب میشه. اون کتابی که ما داریم اینجا به اصطلاح به بچه‌هامون خورده بچه‌هامون میدیم، این کتابی است که اونا انداختن دور تا ما مثل اونا نشیم از نظر حتی زبانی. وقتی میخوان زبان خودشون رو به ما تلقین کنن مثل اونا نشیم. الان هند و کشورهایی که مستعمره انگلستان بودن چند ساله که اینا دارن زبان اصلیشون شده انگلیسی، اما تا الان با مرور قرنها تا الان انگلستان حاضر نیست که زبان انگلیسی هند رو اصلا به رسمیت بشناسه. کتابی که تو هند یا تو پاکستان چاپ میشه به زبان انگلیسی، اونا حاضر نیستن تو کتابخانه خودشون بذارن، توی بخش جداگانه ز انگلیسی هندی اسمش رو گذاشتن تو اونجا میذارن. یعنی چی؟ یعنی اونا اصلا ما رو جزء آدما حساب نمیکنن. اون وقت ما اومدیم کارای اونا رو، حرکتای اونا رو نشخوار میکنیم، میایم تو به اصطلاح مباحث آموزشیمون روی این عقل به جای اینکه کار بکنیم روی ساختار شخص کار بکنیم، میایم یه جنجالی را میندازیم. آقا اختلاط جنسیتی و تفکک جنسیتی و فلان و علان، این درد ماست. یا درد ما ساختن عقل هست. این کارا رو ما نمیکنیم. بعدش میایم انتظار داریم که به اصطلاح این نظام آموزشیمون جواب بده. میایم پیش خانم ها، آقا در نظام آموزشی ما میخوایم یک خانم چیکار کنه؟ ما مگه برای چی یاد میگیریم؟ برای چی به اصطلاح درس میکنیم؟ درس میکنیم تو به خاطر به هدف چی؟ به هدف اینی که خودمون رو بسازیم، عقل و درایتمون رو بسازیم، یا به خاطر اینکه مدرکی بگیریم کار پیدا کنیم؟ الان اصل پیش ما شده مدرک گرفتن و دنبال کار رفتن. حالا این کار میخواد چی باشه؟ دختر خانما میری نمیدونم دانشکده عمران 70% دختر خانمان، این چی کار میخوان بکنن؟ میری نمیدونم مهندسی راه و ساختمون، نمیدونم دختر خانما اونجا پر کردن. شما اینجا چی کار میکنید؟ راه رو گم کردید؟ مگه نمیدونید شما هدفتون در زندگی چی هست؟ اون چیزی که باید ساختار جسم و فطری شما اقتضا میکنه اون رو نمیرید، میرید راه اشتباه میرید. اینه که بعد هم میاییم بله در عمران و ساختمانی به سازندگی ساختمان آقا مهندس خانم فلان، در نمیدونم راه و ترابری وزیر راه و ترابری خانم علان. ما رو دیوونه کردن. یک مسخ شدیم، مسخ هویتی شدیم. نه زنمون میدونه چرا زن است، چی وظیفه‌ای داره، چی کاری میکنه، نه مردمون میدونه چی کاری هستیم. خروسمون شده مرغ، مرغمون شده خروس. راه رو گم کردیم. بیا الان مثلا میبینی آقا در فلان شهر خانم فلانی به عنوان شهردار انتخاب شد. بعد میبینیم چی میشه. باز همین ملت هی سوت میزنن، کف میزنن، بله تو شهرمون خانم فلانی شهردار شد. نمیدونیم که این بزرگترین توهین هست. اولا به این خانم، یک کسی رو در غیر جایش گذاشتن یه توهین است. شما به یک خانم بگید آقا، این دیگه بده، زشته، توهین است، فحشه. همونطور که به یک آقا بگیم خانم، فحشه. هر کسی رو در غیر جایش گذاشتن علف هرزه است. یعنی آقا شما وقتی که میایید یه شهردار رو زن میذارید یعنی چی؟ یعنی اول اینه که این زن نیست. این ما تو زن بودن و بانو بودن و انثی بودن این شک داریم. فکر کردیم این آقاست،
در کاری گذاشتیم که کار آقایون هست. دومنش تو این شهر یه مرد پیدا نشد که بیاد این وظیفه‌ای که مال مرداست این رو ادا بکنه. ما آوردیم مثل یه خانومی رو گذاشتیم. کشاورزی کار سنگین مال مرده، کارای نرم، کارایی که به اصطلاح روانشناسی خانواده، تربیت خانواده، معلمی، نمیدونم پزشک، مثلا بانوان، نمیدونم، اینا همه تخصصایی هست که ما باید به صورت فکر اونو بکنیم. چیزی که شایسته من هست باید در فکرش باشم، نه چیزی که پامو رو تو کفش دیگران گذاشتن که هنر نیست. لباس دیگران رو پوشیدن هنر نیست. وقتی یه آقایی بیاد تخصص خانم ها رو بخونه بعد زشته. یه خانمی میاد تخصصی که مال آقایون هست میخونه زشته، بعده. ما اینه که راه رو گم کردیم. سیستم آموزشیمون نیاز به تغییر و تحولات داره، نیاز به اصلاح داره. خود ما، بینش ما نیاز به اصلاح داره. وقتی که ما در دانشگاه میریم، دخترمون پسرمون در دانشگاه میره نمیدونه دنبال چی هست، آینده براش یک مدرک هست، یک کاغذی هست که هیچ ارزش نداره، خودمون داریم خودمون رو گول میزنیم. آقا دنیا داره عوض میشه. در دنیای امروزی روز به روز دایره اختیارات دولت و حکومت تنگتر میشه. روز به روز کارایی فردی مطرح میشه، توانمندی های فردی مطرح میشه. آقا این مدرک شما یه پشیز ارزش نداره. مدرک شما چی از یک کاغذ هست، کارتون هست. میگه آقا در حکومت اگه من بخوام به اصطلاح کارمند دولت بشم مدرک نیازه. کی گفته مدرک نیازه؟ آقا تو دولت هایی که ما داریم آقا اینا دولتی نیست، یه مشت دزد رازن مملکت رو به تاراج بردن. اینجا مدرک نیاز نیست آقا، رشوه نیاز هست. اینجا واسطه گری نیاز هست. تو کشوری که نمیدونم وزیرش بی سواد باشه، نمیدونم مدرکش تقلبی از فلان جا باشه، دیگه چه انتظاری میخوای بری؟ پس مدرک حتی تو این دایره مطرح نیست. تو کار خاص وقتی میری، وقتی تو کارهای به اصطلاح بازار میری، اون وقت دیگه شمایی که دکترا داری با شمایی که هیچی نداری برابری. شما رو هم میگن فردا برای به اصطلاح بیا که به اصطلاح با هم گپ شپی کنیم ببینیم چند مرده حلاجی، و به اونی که دکترا داره هم میگن که فردا آقا بیایید که از نزدیک شما رو ببینیم. پس مدرک ارزشش کجا رفت؟ اینه که ما باید روی کارایی کار کنیم، روی این آموزش خودمون به هدف ساختن خودمون باشه، نه به خاطر مدرک گرفتن. وقتی من میخوام خودم رو بسازم، شیوه ساختن و نیاز جامعه و فطرت شخصیت خودم رو باید درک کنم. منی که دو دست ندارم باید بدونم که چه مسیری رو باید انتخاب کنم. منی که نمیدونم گوشام سنگینه بدونم که چه مسیری رو انتخاب کنم. منی که به اصطلاح عمری ازم گذشته بدونم که چه مسیری رو انتخاب کنم. خانوما بدونن که کجا دارن میرن، به چه مسیری باید برن. آقایون بدونن که چه تخصصاتی رو باید انتخاب کنن. اینجاست که ما نیاز داره یه بازرسی کنیم تو خودمون، تو شیوه برخوردمون، تو شیوه به اصطلاح ساختن آیندهمون. خیلی ممنونم جناب دکتر از صحبت‌های ارزنده شما در این باب. فقط اگر اجازه بدید در حدود 10 دقیقه‌ای که تا پایان برنامه فرصت داریم بحث رو جمع‌آوری بکنیم. خلاصه آنچه که در 3 قسمت پشت سر هم داریم مطرح می‌کنیم، ما برای اینکه بتونیم به هر حال یک شخصیت دعوتگر، یک زن مثمر ثمر، یک شخصیت قوی تربیت بکنیم، چه قدم‌هایی رو باید برداریم؟ چگونه میتونیم یک شخصیت داعی ما تربیت بکنیم در جامعه خودمون؟ برای ساختن یک زن دعوتگر، برای اینکه من یک انسان دعوتگر باشم در محیط جامعه‌ام، بتونم فعال باشم، که این البته وظیفه افراد به عینه نیست، وظیفه همه ماست. شمایی که الان دارید این برنامه رو تماشا میکنید و دارید گوش میکنید، شما یک انسانی هستید که شما رو خدا انتخاب کرده. شما خداوند متعال همون طوری که پیامبرانش رو انتخاب میکنه، همون طور
دعوتگران دینش رو انتخاب. شمایی که به خودت اجازه دادی و خودت رو کنترل کردی که خیلی از چیزایی که به اصطلاح شیطان زینت میده، تو فلان کانال نمیدونم سریال فلانی هست، تو فلان کانال مسابقه فلانی هست، همه اینا رو گذاشتی کنار، اومدی اینجا. یعنی چی؟ یعنی اینی که شما از درک و شعور بسیار بالایی برخوردارید، میخوای خودت باشی، میخوای خودت رو بسازی، میخوای، پس شما یه دعوتگر هستی. حالا منی که میخوام دعوتگر باشم باید هم از جانب نظری و به اصطلاح فلسفی خودم رو بسازم، هم از جانب عملی و اجرایی. از نظر به اصطلاح آموزشی اول بیام خودم رو، ساخت علمی خودم رو بارور کنم، اهمیت علم رو بدونم که من از امتی هستم که اولین کلامی که خداوند برای این امت فرستاد اقرأ بود، بخوان بود. از امت نون و القلم هستم، از امتی هستم که خداوند به اصطلاح کسایی که میدونن رو بر کسایی که نمیدونن برتری داده. وقتی که من به اصطلاح درک کردم، خب از خدا میخوام که به من همونطور که خداوند به پیامبرش میگفت و قل رب زدنی علما، که ای پیامبر من از من بخوا و دعا کن که خداوند بر علم و دانش من بیفزاید. منم سعی کنم بر علم و دانش خودم بیفزایم و خودم رو از نظر علمی بسازم. چرا که لازمه یک دعوت علم هست. من چیزی رو که میدونم میتونم دیگران رو به طرفش بخونم. وقتی خودم نمیدونم، خودم یه نحوه یک درست انجام یک کاری رو نمیدم، چطور میتونم به دیگران آموزش بدم؟ پس اول اینی که خودم رو پر کنم و یادم بگیرم که یک قاعده کلی در مسیر دعوت که این رو پیامبر خدا در بنا به امر قرآن به ما یاد دادن: قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. من و کسانی که در مسیر من هستند، دعوتگران، بگو ای پیامبر من که این راه من است که آن مردم رو به سوی اون دعوت میکنم علی بصیره، با درک و شعور و با فهم و بصیرت. یعنی من میدونم که چیکار دارم میکنم، اون چیزی که بهش دعوت میکنم اون رو میدونم. اینجاست که من باید بیام اول چیکار کنم؟ خودم رو از نظر علمی بسازم، یاد بگیرم. حالا چی یاد بگیرم؟ اون به اصطلاح آموزه هایی که نیازهای اولی هست. نیازهای اولی: قرآن یاد بگیرم، تفسیر قرآن رو یاد بگیرم، حدیث پیامبر رو یاد بگیرم، عقیده خودم رو یاد بگیرم، نیازهای فقهی خودم رو یاد بگیرم، شیوه زندگی پیامبر و سیرت پیامبر رو یاد بگیرم. اینا چیزایی است که همه باید یاد بگیریم. در کنار اینها یه فن و فوت‌های نیاز هست که ما یاد بگیریم. یک به اصطلاح آموزه های کمکی هست. زبان عربی رو سعی کنم یاد بگیرم، دیگه نیاد فلان کس منو گول بزنه بگه که آقا قرآن اینطور بگه و خودم نفهمم. سعی کنم زبان عربی رو یاد بگیرم، سعی کنم از دور و برم چیزی بفهمم که دنیا به کجا داره میره، چه خبره تو این دنیا. یک مقداری از روانشناسی خانواده یاد بگیرم، روانشناسی افراد یاد بگیرم، چطور با افراد برخورد کنم، چیزی از تاریخ دلیل مردان جهان اسلام، از عاقلان، از اندیشمندان یاد بگیرم. چرا من میخوام مثل اونا بشم؟ خب باید چیزی بدونم که من میخوام مثل کی بشم، اونو باید بشناسم. خب بعد از اون در کنار اینها یه مقداری از نظر به اصطلاح آمادگی شخصیتی خودم رو بسازم که خودم به اصطلاح بدونم نیازهای ساختار هویتی شخصیتی من چی هست. از نظر اینه که ایمانم به خدا و رسولش، تقویت ایمانی به خدا و رسول، اخلاص و پابندیم، امید داشتن به خداوند که ناامیدی کفر هست. ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. نه غم و اندوه داشته باشید، نه شما برترید، شمایی که انتخاب شدید. خب ولا یأس من روح الله الا القوم الکافرون. از خداوند ناامید نمیشه مگر انسانهای کافر، اونایی که خدا رو اصلا قبول ندارن، خدا رو نمیشناسن. در مورد جرأت پیدا کنم، در خودم یه جرأت آفرینی بکنم که در حق جری باشم، از به دینم افتخار کنم. وقتی من افتخار میکنم که دینم رو بشناسم،
وقتی که خودم رو دینم رو شناختم افتخار میکنم، خجالت نمیکشم. خب وقتی که مثلا یه بیگانه میاد دیگه نمیگم ببخشید شرمنده من حجاب دارم. یعنی چی ببخشید شرمنده من حجاب دارم؟ یعنی اینی که تو به دینت افتخار نمی کنی، یه چیزی تحمیل شده رود، تو نمیدونی که چی دو کار داری میکنی. اگه میدونستی که افتخار میکردی، من شخصیت خودم رو دارم. در این حال صبر و شکیبایی داشته باشم، در اینا رو خودم رو روش تربیت کنم، بدونم که با کسی که حرف میزنم چطور حرف بزنم، اون طرف کی هست، مسلمون شیوه برخوردم با اون چطوری باشه، نامسلمون اون رو چطوری به اصطلاح بتونم کسب کنم و به طرف دین بکشم. یک به اصطلاح فضای اجتماعی درستی برای خودم ایجاد کنم که بتونم یه دعوتگر موفق باشم. و این از نقطه آغازین زندگی شروع میشه. کسی که ازدواج نکرده طرف مقابلش رو چطور انتخاب کنه که در مسیر دعوت در کنارش باشه، شونه به شونه باش همراه باشه. شما این که خانم هستید، یک باز مردی ازدواج کن که بفهمه که مسیر زندگی چطور هست، دعوت یعنی چی، اصلاح جامعه چه اهمیتی داره، وظیفه‌اش در مقابل این جامعه و در مقابل خودش چی هست، تا بتونه به شما کمک کنه، در کنار شما باشه، نه اینکه به اصطلاح از صد راهت باشه. و در این حال اون فضای خانواده خودت رو مهیا کن که همچنین فرصتی رو برای شما بدن، صد راه شما نشن، که بتونی به اصطلاح از اهرم‌های یک نیاز خانوادگی استفاده کنی و خودت رو به اصطلاح بسازی، یک انسان فریخته بشی، زهد و پارسایی رو در خودت تقویت بدی، کرم و سخاوتت رو در خودت تقویت بدی. با این کارا میتونی به اصطلاح خودت رو از نظر ابتدایی کمک کنی. الان که ساخته شدی چطور مطرح کنم دعوتم رو؟ من الان فهمیده شدم، درک کردم، به دینم افتخار میکنم، این درد جامعه رو حس میکنم، الان نیاز هست که من وارد عمل بشم. یه فن و فوت‌های اجرایی رو نیاز دارم که یاد بگیرم، فن و فوت‌های نحوه سخنرانی، نحوه به اصطلاح دعوت دیگران. فن و فوت، دعوت خودش فن و فوت میخواد. بدونم که چطور وارد بشم با یه مسئله، کسی رو که نمیشناسم چطور باش سلام علیک درست کنم، چطور سخنرانی وقتی میکنم اعتماد به نفسم چطور باشه، چطور احساسات و عواطف دیگران رو بتونم برانگیخته کنم، صفات یک سخنران واقعی چی هست که بتونم اونها رو کسب کنم، فن و فوت‌های نمیدونم تربیتی یک آموزگار رو یاد بگیرم، فن و فوت‌های مدیریت یک جلسه و یک مجلسی که خانم ها نشستن اون رو یاد بگیرم تا بتونم به اصطلاح اون رو کنترل کنم. فردی به اصطلاح مخالف وقتی میخواد با من حرف بزنه، یه قناعتی داره، یه چیزی، یه باوری براش ساخته شده، محیط جامعه تو ذهنش ساخته، این روز میخوام عوض کنم، اون فن و فوت مناظره کردن و رد و بدل کردن رو یاد بگیرم. فن و فوت‌های نویسندگی رو یاد بگیرم، وقتی میخوام تو واتساپی، تو نمیدونم فیسبوکی، تو روزنامه‌ای، تو مجله‌ای چیزی بنویسم، دعوتم رو به اصطلاح به دیگران برسونم، چگونه بنویسم، چطور مطرحش کنم، عنوان گذاریش چگونه باشه، شروع سخنم چگونه باشه، متن اصلی چگونه باشه، پایان حکایت چگونه باشه. همه اینها یه فن و فوت‌هایی هست که نیاز هست من به عنوان یک زنی که میخوام یه دعوتگر موفق باشم در جامعه، نیاز هست که اینها رو یاد بگیرم تا بتونم به صورت بسیار جدی در محیط دعوت فعال باشم. انشاءالله که همه خواهران جامعه ما اون شخصیت شایسته ای رو که میزیبه برای یک زن مسلمان داشته باشن و همه در میدان دعوت و در مجال دعوت موفق باشن که بتونیم انشاءالله جامعه سالمتر و بهتر و زیباتر رو مشاهده بکنیم. بدون شک وقتی که زنها در جامعه اسلامی اصلاح بشن، فرزندها وقتی که به دنیا میان، نسل جدید ما در دامان همین بانوان تربیت میشه و اینها هستن که معلمین اولیه امت هستن. اگر اینها اصلاح شدن یقینا امت ما هم اصلاح خواهد شد. جناب دکتر، ما یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، صحبت پایانی شما رو با بینندگان عزیز میشنویم. خواهر عزیز، تنها این نقطه رو میگم تا شما افتخار بکنید به این که زن هستید، اینی که اگر همه مردها جمع بشن
اون وظایفی که خداوند به شما داده نمیتونن اداش کنن. وظیفه‌ای که یک زن داره از اون تلاش و حمل و بارداری و تربیت فرزندان و جایگاه بزرگ مادریت، همه مردهای روی زمین اگر جمع بشن نمیتونن وظیفه‌ای که یک خانم داره رو انجام بدن. پس شما یک به اصطلاح شخصیت بزرگی هستید، یک کسی هستید که جایگاه اونقدر پیش خدات عزیز بود که خدایی که این بهشت رو آفرید و این بهشت شد به اصطلاح پاداش همه تلاش های بشریت، این بهشت رو گذاشت زیر پای توی مادر. پس شما خیلی هستید، خودت رو کم نگیر، نگذار بیگانگان و اهریمنان تو رو آله شهوت خودشون بکنن، تو رو مسخ کنن، هویتت رو گم کنن که ندونی کی هستی و کجا هستی و حیران باشی و سرگردان و دنیا و آخرتت رو از دست بدی. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید کمال سپاس و تشکر رو دارم و شما رو به خدای منان می‌سپارم و از همتون التماس دعا. ممنونم از شما، از طرف خودم و بنابراین از بینندگان عزیز که فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادین. همچنین تشکر ویژه از شما بینندگان عزیزی که تا این لحظه برنامه‌تون یاری کردید. از الله متعال خواهیم که تمام گذشتگان ما رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و به ما هم توفیق ایمان تا آخرین لحظات زندگی عطا بفرماد. تشکر ویژه از رفیع جان کارگردان عزیز و عبدالله و فرید عزیز. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارش.